بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این هفته اتفاقا نمیخوایم کلیپ دروغ بزرگ آیت الله دکتر حسینی قزوینی مدیر اخراجی شبکه ولایت رو پخش بکنیم. به جای این کلیپ موضوع دیگری است که انشالله در موردش صحبت میکنیم و در لابلای برنامه دوست داریم که بینندگان عزیزی که تماس میگیرنم در این مورد انشالله نظرات خودشون رو بیان بکنم. تقریبا بیش از 10 سال میگذره از اون موقعی که آیت الله دکتر حسینی قزوینی برای اولین بار در شبکه سلام برنامه اجرا کرد و از طریق تلفن و همین دروغ ها و تلبیس ها و خیانت هایی رو که شما شاهد بودید در کلیپ های متعددی که از اون دوران ما پخش کردیم از شروع شبکه وصال فارسی تا الان، تا اینکه تقریبا 1 سال قبل از تأسیس شبکه وصال حق ایشون شبکه مستقلی رو تأسیس کرد به نام شبکه ولایت زیر نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی. ما الحمدلله زمانی که هنوز شبکه‌های توحیدی تأسیس نشده بود و ایشون در شبکه‌های ماهواره‌ای برنامه داشت، خواستن در شبکه سلام همه برنامه‌های زنده ایشون رو ضبط می‌کردیم و کلیپ‌های دروغ‌ها و شبهات و تلبیس‌های ایشون رو تقدیم می‌کردیم به امید اینکه روزی الله سبحانه و تعالی کمک بکنه تا بتونیم این دروغ‌ها، این تلبیس‌ها و خیانت‌ها رو در یک برنامه تلویزیونی برای بینندگان عزیز بیان بکنیم و نشون بدیم که این آخوندا چقدر دروغگو هستند و دین اینها دین تلبیس و خیانت است. اینها دشمن اسلامند، دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم، دشمن قرآن، و نشون بدیم که چطور تهمت میزنند، دروغ میبندند به بزرگان اسلام، چطور مردم را از صحابه، از اهل بیت، از ناقلین قرآن و سنت دور میکنن. و هنوز 1 سال نگذشته بود از تأسیس شبکه وصال فارسی که آیت الله قزوینی متوجه شد که والا شبکه تأسیس شده که دروغ‌ها و خیانت‌های ایشون رو داره آشکار میکنه. همین بود که شروع کرد به تهدید کردن که ما شما رو اخراج میکنیم و شما رو میکشیم و شما رو میبندیم و چشاتون رو در میاریم و خوراک سگان ولگرد میکنیم. از این تهدیدا بعد از مدتی دید که والا تهدید کردن براش سودی نداشت، شروع کرد که ما میاییم مناظره میکنیم و بیایید و با ما گفتگو بکنید و نماینده تعیین کرد و خلاصه سگای ولگردی رو که تربیت کرده بود در مدت سالها انداخت به جان شبکه‌های توحیدی. و اتفاقا به یکی از اونها به نام علی شریفی مجوزم داد و ایشون رو به عنوان نماینده خودش تعیین کرد که بره با شبکه وصال حق مناظره بکنه. و همه بینندگان شاهد هستن که هر کسی که از طرف قزوینی اومده و خواسته از دروغ‌های ایشون دفاع بکنه غیر از افتضاح چیز دیگری به بار نیاورده برای قزوینی و شبکه ولایت. دوستان ما تیکایی از کلیپ های تهدید ایشون رو از سال اول تأسیس وصال حق تا اکنون، یا میشه گفت تا حدود 1 سال قبل، چون از 1 سال به طرف خیلی مؤدب شده بود قزوینی، جمع کردن در کلیپی که این کلیپ رو میبینیم، تاریخچه تهدیدهای قزوینی و جواب شبکه وصال حق رو
بعد از اون انشالله موضوعات دیگری هم هست در این رابطه که انشالله با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. احمد جان کلیپ آماده است؟ کلیپ رو با همین شبکه شیطانی شبکه باطل برنامه وصال رو نگاه میکنم. صبح هم نگاه میکردم آقای دکتر قزوینی اون چیز حدیثا رو داشت. بله ای بابا چیز حدیثا رو داشت بله ای بابا چیز حدیثا رو داشت بله ای بابا کسانی که در شکار اهل سنت فعالیت دارن مثل وصال حق مثل وصال باطل. ببینید آقای یگانه لطف کنید از این شبکه ها را مثلا شبکه انسانی نمیدانید. آقای یگانه لطف کنید از این شبکه ها را مثلا شبکه انسانی نمیدانید. آقا عرض کنم خدمتتون که در مورد شبکه وصال فارسی چند کلمه می‌خواستم عرض کنم خدمتتون. یه اسم شبکه ها را نبرید. بله. بگید یکی از شبکه های وهابی. اسم شبکه ها را نبرید. بله. بگید یکی از شبکه های وهابی. خب جناب حسن با این شبکه وصال حق که اینقدر علیه شما برنامه دارن، با این شبکه وصال حق که اینقدر علیه شما برنامه دارن، این که گفته بودن که از شبکه وصال هم کلیپ هایی داشته باشید. شبکه وصال باطل، شبکه وصالشون به وصال ناحق، حتی از همون وصال باطل، شبکه شیطانی وصال هم. اگه مردین ما رو پشت تلویزیون کلمه بو وصالتون هم دعوت بکنید رو در رو حرف بزنید. دومی که کلیپایی که توی شبکه وصال متاسفانه پخش، یعنی یه جور کلیپایی که مثلا انگار دهن مردم بسته میشه. کلیپایی که توی شبکه وصال متاسفانه پخش، یعنی یه جور کلیپایی که مثلا انگار دهن مردم بسته میشه. استاد بنده یه دبیر دینی و قرآن شهردهی بودم، الان بازنشسته شدم. استاد بنده یه دبیر دینی و قرآن شهردهی بودم، الان بازنشسته شدم. اهل مطالعه بودم، منبرم بزرگ شدم. اکثر همکارای ما نسبت به این مسائل عاجزن جواب بدن. اکثر همکارای ما نسبت به این مسائل عاجزن جواب بدن. چه برسه دبیرای دیگه. مثلا یک طرحی اندیشه بشه این دبیرا رو براشون کلاسی اگه بتونید انشالله برگزار بشه. من اصلا باورم نمیشه بیدینی این مردم. ای خدا، عجب روزگاری این کشور شیعه، این اشعال محمد علیه السلام، قوم مقدسه. تمام مردم دنیا باید دین رو از اینجا یاد میگیره. اونجا شده مرکز وهابیت، اونجا شده مرکز وهابیت. خب اون آقایان الان بیان استوب کنن، به مقدسات ما جسارت نکنن. استوب کنن، به مقدسات ما جسارت نکنن. ما هم قول میدیم از اون لحظه کوچکترین مسئله رو پیش نیاریم. ولی ما داریم میگیم آقایان اون روزی که استوب کردن این حجمه ها متوقف شد، ما همون لحظه هم پاسخ ها دفاع و حجمه ما داریم هم دفاع میکنیم و هم حجمه. ما گفتیم اگر آقایان علمای اهل سنت بیان این شبکه ها را محکوم کنن،
2 تا 3 تا از علمای بزرگ اهل سنت از حوزه های علمیه داخل و خارج بیان معلوم آقا اینا مربوط به اهل سنت نیست. ما کل بحث های این موضوع رو میبندیم، میریم در رابطه با فرقه های دیگر، نسبت به بهایی ها، نسبت به دیگر فرق باطله، نسبت به شیطان پرستا و غیره، این مذاهب ساخته پرداخته غرب، اونها رو ما میپردازیم. اگر یکی از شما وهابی های نسل بنی امیه به ایران چپ نگاه کند، چشمان او را از حدقه بیرون می کنند و خوراک سگهای ولگرد می کنند. این رو تو گوشتون بکنید. من دارم رسما اعلام می کنم جلوی اینها را بگیرن، اگر نگرفتند بدانند که خلاصه ما اگر به قول اون رومان بگیره دیگه به هیچ وجهی خلاصه ملاحظه‌ای نخواهیم کرد. حالا ما نمیخوام تعیین تکلیف برای مسئولین بکنیم، ولی اینا صبر و حوصله‌شون هم حد حدودی دارد، ولی از حد حدود گذشت دیگه اون وقتی است که برای شما عرض کنم شما داد فریادتون بلند. من همینجا عرض میکنم این آقایان دست بردارن از دولت عربستان سعودی و از سرانشون، امیدوارم انشالله حرف من به گوششون برسه. قطعا هم من برای مفتی اعظم چیز میکنم، فکس خواهم کرد. اگر جلوی این لاطائلاتی که در شبکه‌های مختلف چه نور چه وصال چه جاهای دیگر علیه شیعه هست، شما جز وطن فروش های ایران هستید، جز صادرات غیر نفتی هستید، اینها واقعا وطن فروشن و اینها در دامن آمریکا دارن زندگی میکنن، در دامن صهیونیست دارن زندگی میکنن. اینها دنبال براندازی هستند، دنبال نابودی حکومت شیعه هستند. از اینها من میخوام جلوی این اشرار را بگیرن، این لاطائلات و این مطالب نادرست و خلاف را تو این شبکه ها پخش نکنن. در غیر این صورت ما مقابله به مثل میکنیم، کاری میکنیم که کارستان باشه به حول قوه اله. این شبکه های شیطانی و ابلیسی و وهابی ها که شماها با اونها تماس میگیرید و ارتباط مستقیم دارید و اینها در مبارزه علنی با شیعه هستند و اهانت به مقدسات شیعه میکنن، نسبت به بنیانگذار جمهوری رهبر ایران بدترین فحشا را میدن. خب تماس شما با اینها در حقیقت همسویی شما را با وهابیت و همسویی شما را با صهیونیست ظاهرا اینطوری اثبات میکنه. اونهایی هم که با شما تماس میگیرن ما اونها را هم خائن میدانیم به این کشور، خائن میدانیم به این کشور. هر کس باشه، در هر مقامی باشه، با این شبکه های وهابی، این 3-4 تا شبکه تماس میگیرن، برنامه برشون میفرستن، ما اینها را خائن میدانیم، هیچ شک شبهه‌ای هم نداریم که ما هر گونه ارتباط با این شبکه های شیطانی رو خیانت به شیعه میدانیم، خیانت به مراجع میدانیم، خیانت به ایران میدانیم. ما خیلی رک ما میگیم و رو درواسی هم از هیچ احدی نداریم. مگر نماز جمعه برای این هست که بعضی از دیکته شده های حرفه های شبکه های شیطانی و معاند برای شما عرض کنم گفته بشه؟ خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، زن بچه این کارشناسان شبکه های وهابی، زن بچه خودشون رو گرفتار این داعشی ها بکن. خدا با آبروی محمد و آل محمد فرزندان اینها را گرفتار داعشی ها کن، همون بلایی که بر سر مسلمان ها و شیعه سنی آوردن بچه های اینها بیارن و اینها جلز ولزشون بره بالا تا بفهمن که با این تحریکاتشون چه بلا بر سر مسلمان ها آوردن.
نوچه های بنی امیه و نواده های یزید و معاویه در شبکه های شیطانی دارن مثل رهبرشون شیطان الاسلام ابن تیمیه یک سری شبهاتی رو مطرح میکنن که واقعا قلب هر بیننده رو به درد میاره. من بینندگان عزیز هرگز تصور نمی کردم، باور نمی کردم که یک روز ما باید در شبکه جهانی ولایت بیاییم از شبهه محل قبر امیرالمؤمنین بخوام جواب بدیم. اگه مردین ما رو پشت تلویزیون کلمه و وصالتونم دعوت بکنید رو در رو حرف بزنید، پس فطرتا نامردا بی انصافا کافران سقیفه ای، شماها وطن فروشی بیش نیستید. وهابی یهودی مرگ به نیرنگتان، خون شهیدان ما می چکد از چنگتان. ما بارها گفتیم والله الذی لا اله الا هو، تا دست از سر همسر پیامبر بر نداری قزوینی، تا دست از سر ابوبکر و عمر و عثمان و علی بر نداری، دست از سرت بر نمیداری. حاضریم در این را جانمونم فدا بکنیم. تا دست از سر ناموس پیامبر بر ندارید، دست از سرتون بر نمیدارید. با خدای خود عهد کردیم که تا زنده هستیم از ناموس پیامبر، از اهل بیت پیامبر، از اصحاب پیامبر دفاع خواهیم کرد و تا خون در بدن داریم در نشان دادن چهره کثیف شما آخوندهای دین فروش از هیچ کوشش دریغ نخواهیم کرد. ما شروع نکردیم، شما شروع کردیم. امروز بچشید نتیجه این کاری رو که کردیم. دیروز که در شبکه سلام به اهل بیت پیامبر توهین می‌کردی، دیروز که در شبکه سلام به اصحاب پیامبر فحش میدادی، اهل سنت شبکه‌ای نداشتن که دفاع بکنن. نه نور بود، نه کلمه بود، نه وصال بود، نه توحید. امروز الله سبحانه و تعالی و تلک الایام نداولها بین الناس، امروز اون ماسکی که بر چهره کثیف شما آخوندها بود امروز ما پایین کشیدیم. امروز شما را هم شیعه شناختن هم اهل سنت شناختن و تا خون در بدن داریم از ناموس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل شما شاگردان عبدالله ابن سبعی یهودی دفاع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه بله بینندگان عزیز گرامی، این بود خلاصه ای از سناریوی چند سال شبکه ولایت و مدیر اخراجیش آیت الله قزوینی. یک مسئله خیلی مهم دیگری که من باید بهش اشاره بکنم، اینا خیلی ادعا داشتن که قزوینی شیخ مفید زمان است و در علم رجال هم اگر در حوزه علمی 2 تا باشه یکیش قزوینی است. گروه پاسخ به شبهات، سایت ولیعصر، نمیدونم نرم افزارها و تحقیقات، مؤسسه ها، مراجع، پولهای انگفت دولتی و سازمان تبلیغات اسلامی و
وزارت اطلاعات و غیره پشت سر اینا بود و خیلی هم ادعا داشتن. اما البته قبل از اینکه بخوام ماهیت قزوینی رو خدمتون نشون بدم، بعد از تقریبا مرور 1 سال از شبکه جهانی وصال حق که چطور مانند سگ‌های هار افتاده بود به جان کارشناسان شبکه‌های توحیدی خواستن شبکه وصال حق، یکی از ادعای بزرگی که ایشون داشت رو من اینجا کلیپش رو خدمتتون پخش بکنم با هم ببینیم. ما الان خود شبکه ولایت هر کسی بیاد یه حداقل 6 ماه بیشتر نه، شما به قول 4 سال 6 سال 8 سال دانشگاه بودید، شما بیایید 6 ماه هم پای برنامه شبکه ولایت که بنشینید، انواع برنامه هایی که ما داریم، ما 13 تا گروه علمی داریم. بله. من بینید امروز با یکی از این مسئولین بزرگوار صحبت داشتم، من لیست کارشناسای شبکه ولایت رو ایشون نشان دادم، شورای عالی سیاستگذاری، گفتم در کره زمین چه شبکه های دولتی مال جمهوری اسلامی چه شبکه های شیعی کی همچه سرمایه‌ای داره؟ گفت هیچ شبکه‌ای نداره. ما اینجا الان عزیزم نزدیک 200 تا کارشناس داریم از حوزه و دانشگاه، یا مجتهد مسلماً یا مجتهد متجزیاً یا دکترای حوزوی دارن یا دکترای دانشگاهی دارن. 200 تا کارشناس. حالا توی کلیپ دیگه میگه که 300 تا کارشناس. البته به اعداد ارقامی که از ایشان میشنوید زیاد اهمیت ندید، چون ایشون بلد نیستن از 1000 تا 1100 یک شماره ای رو انتخاب بکنن. بر صورت حالا ما همون کمش رو گرفتیم، 200 تا کارشناس در طول این سالهایی که ایشون و کارشناساشون تو شبکه ولایت بودن چی تقدیم مسلمان ها کردن غیر از دروغ و تلبیس و خیانت و نفاق و تفرقه افکنی؟ 13 گروه علمی، 200 تا کارشناس که کمترینشون دکترای حوزوی یا دکترای دانشگاه داره. ادامهش رو ببینید. یعنی الان این سرمایه‌ای که ما هستیم، ما یکی از این بزرگواران تلفنی با من صحبت میکرد، ایشون اخویشون هم شبکه داره، گفت یکی از بزرگواران به من گفتم من نظرم این است که امروز شبکه ولایت بهترین و قوی ترین شبکه برای نشر فرهنگ اهل بیته. گفت از من سوال مال اخوی شما چی؟ گفتم با شبکهشون به درد هیچ کاری نمیخوره. افرادی را آوردن و ما نمیخوام، من همچه عقیده ای ندارم، من برای تمام شبکه ها مادامی که از مسیر اهل بیت انحراف نداشته باشن براشون احترام میذارم. ولی اگر عزیزم شما 6 ماه پای شبکه ولایت ولی نه پای یک برنامه های مختلف و متعددی که ما از ساعت 4:30 داریم تا ساعت 12 شب 6 ماه اینجا بنشینید، مبانی اهل بیت میاد دست شما عزیز. مردم نشستن 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، آقای قزوینی 10 سال، اما غیر از دروغ و تلبیس و خیانت چیز دیگری از شما نشنیدن. اما این ادعای بزرگش بود. بعد از مدتی که کار به استخوان ایشون رسید، ببینید که چطور اون روی سکه یا آن روی سکه خودش رو نشون داد. مثل سگ میترسی تو که بر تو مثل عضو هم خر تو گل فرو بری دیگه نتونی بیای بیرون. خب عقل این آقا به اندازه گاوه، این آقا مثل مگسی که دنبال این هست که فقط بره جاهای آلوده بنشینی. از این مادرهای مشنگشون سوال کنن که چیکار کردن. این احمقها اینقدر پست باشن، اینقدر رذل باشن، به قول میگن شرم و بی‌حیایی حد داره. به قول آبرو حیثیتی برای تو برای شما عرض کنم نماند. این خل و چل برای مال خلیایی شده. آقا این دیوانه است، این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره. اینقدر لامذهب و بیدین باشن و از دایره انسانیت بیرون میدانیم که به اراذل و اوباش نمیدونم اراذل و اوباش از کدام به قول کوچه و پس کوچه پیدا میکنه. زنای فاحشه بهتر از اینا بلد فحش بده.
در شبکه‌های شیطانی مثل رهبرشون شیطان الاسلام که واقعا ابلیس الابالسه بایدم این چنین باشه. بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت بر این وجدان، ای اف بر این وجدان، لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن بر شما و بر پدر مادر شما که اینطور بی‌حیا شما را تربیت کرده و بر اساتید شما عربده کشیدن. خب آقا شما جاهل هستید. در حقیقت دوستانی که این انتخاب کرده بودن دستشون درد نکنه، یعنی واقعا نمایش دادن سواد و به قول فضل این کارشناس شد. بله، تشکر میکنم از دوستان عزیز. این بود نمونه ای از فحش هایی که ایشون بعد از اینکه وضعیتشون خراب شد در شبکه ولایت و حرفی برای گفتن نداشتن، شروع کردن به فحش دادن. حالا یکی از اسباب اخراج قزوینی و ابوالقاسمی و یزدانی و عباسی و دیگر کارشناسایی که در کنار قزوینی در شبکه ولایت دروغ میگفتن، تلبیس میکردن و خیانت میکردن رو من از سایت نزدیک به سپاه پاسداران خبرگزاری فارس خدمتتون نشون میدم. دوستان اینو نشون بدن. یکی از استادای حوزه حجت الاسلام علی نظری میگه که این کارشناس خاطر نشان کرد که شبکه‌های ماهواره نیز در این عرصه فعالیت دارند که شبکه وصال حق از جمله این شبکه است که یکی از کلیپ‌های آن بی احترامی نسبت به حضرت ولیعصر است و برنامه به نام حجت بی حجت از سوی شبکه وصال حق تولید شده است. وی ادامه داد این برنامه رویکرد حدیثی دارد و کتاب‌های اربعه شیعه و روایت شیعه و روایت در مورد ائمه اطهار علیه السلام به ویژه حضرت ولیعصر را نقد می‌کند. سعادت پرور خاطر نشان کرد تاکنون در قالب 160 دقیقه مسائل خاص رجالی و حدیثی شیعه را از دیدگاه خود مورد چالش قرار دادند. با وجود مکاتبات هنوز جوابی به یکی از این کلیپ ها داده نشده است. وی شبکه جهانی کلمه را از سایت های دیگر ذکر کرد و افزود که این سایت و وصال حق از طریق تهیه کلیپ های کوتاه 5 دقیقه‌ای بر مخاطب اثر می‌گذارد. این اعتراف خود خبرگزاری فارس، خبرگزاری رسمی، که میگه که با وجود مکاتبات هنوز جوابی به یکی از این کلیپ ها داده نشده است. خب اینا بله، این قضیه هم که این حرف رو ایشون زده، فکر نکنید تو کدوم مجلس خصوصی زده. ایشون در نشست تخصصی مبلغان نخبه، دقت بکنید، نشست تخصصی مبلغان نخبه با موضوع مشهودات غیر مستند در عزاداری عاشورا که در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. یعنی نخبه های مبلغ اینها جمع شدن و این اعتراف تلخ رو کردن که تا هنوز جوابی به یکی از کلیپ های شبکه وصال حق داده نشده. این اعتراف خودشون است. ما نمیخوایم خودمون رو تعریف بکنیم. به قول مثلی که در زبان عربی هست، میگه که الفضل ما شهد به اعداه. فضیلت واقعی آن است که دشمن تو گواهی بده بر این فضیلت. بر صورت این از اعتراف خودشون و مثل این ده ها سایت ها و شبکه های خودشون اعتراف کردن بر این که برنامه ها و کلیپ های شبکه جهانی وصال حق بوده که کمر اینها رو شکسته. اصل سرنگونی قزوینی و دار و دستش از کجا شروع شد؟ تقریبا در حج سال گذشته بود که جناب حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید از زاهدان برای سفر حج و عمره اومده بودن به عربستان سعودی. اتفاقا در نزدیک مقبره شهدای احد تصادفی ایشون با حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری، یکی از علمای نامدار افغانستان و یکی از همکاران عزیز و گرامی ما در شبکه جهانی وصال حق،
همینطور تصادفاً سلام علیکی داشتن. این موضوع رو من تصویرش هم نشون بدم خدمت شما عزیزان. احمد جان اگر نشون بدی. بله این تصویره. بله تشکر میکنم. بعد از این قضیه اینا خواستن که چون در میدان برنامه ها و کلیپ ها و گفتگوهای علمی و منطقی چون کم آورده بودن، خواستن از این قضیه سوء استفاده بکنن و اینو بزرگ بکنن و به این وسیله بخوان ضربه بزنن به مولانا عبدالحمید و به شبکه وصال حق. یک نکته رو من اینجا خدمت شما عزیزان بیان بکنم، چون اونا خیلی قضیه رو به این شکل بزرگ کردن که بله شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید رفته با یکی از کارشناسان شبکه وصال حق ملاقات کرده. جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری قبل از اینکه کارشناس شبکه وصال حق باشن یکی از علمای بزرگ افغانستان هستند و بودند قبل از وصال حق. مسجد ایشون، مدرسه ایشون، دارالحفاظ و دارالایتامی که دارن در غرب افغانستان خاصا در شهر هرات و مسئولیت خیلی از ارگان‌های مذهبی که در جنوب غرب افغانستان هست، شورای مدارس و غیره، در دست ایشون بوده و ایشون قبل از وصال حق یکی از علمای معروف و نامدار افغانستان بودن. نوارهاشون، سیدیاشون در تاجیکستان، در ایران، در افغانستان پخش شده بود و ملاقات ایشون با مولانا عبدالحمید یک ملاقات تصادفی بوده بدون برنامه ریزی. اگر قرار بود که ربطی به وصال حق داشته باشه خب ما میتونستیم که ترتیب بدیم در جایی، در دفتر مثلا شبکه، در شهری، در کشوری دعوت بکنه و اونا با هم دیگه ملاقات بکنن. نیازی نبود که جلوی همه مردم برن در احد با هم. اما شبکه ولایت می‌خواستن این قضیه سوء استفاده بکنه. بله شروع کردن که اون معروف با یک تیر می‌خواستن دو نشان بزنن، هم وصال حق رو بزنن و هم حضرت مولانا شیخ الاسلام عبدالحمید رو، و شروع کردن به تهدید و به برنامه سازی و خلاصه که بله اینا ارتباط دارن با تکفیریا و با شبکه‌های وهابی و فلان از این حرفا. یکی از این کسایی که اون موقع دم در آورده بود و شروع کرد به بد و بیرا گفتن، حجت الاسلام دکتر ابوالقاسمی، یکی از کارشناسان شبکه ولایت. متاسفانه یکی از این آقایان هم که ما اصلا توقع نداشتیم رفت به مکه و با همینها دیدار کرد و عکسش رو هم در اینترنت پخش کرد. خب دیگه اینقدر بی‌حیایی که بیای شما عکس رو هم در اینترنت پخش بکنید که من رفتم با اون فحاش‌های به اهل بیت دیدار کردم، خجالت نمیکشید شما؟ وقت تو همون موقع به اون شبکه‌ها دیدار بکنی؟ بیانیه هم که میخوای بدی مستقیم بفرستی به اون شبکه ها، مصاحبه هم با اون شبکه ها بکنی. اصلا لازم نیست که شیعه با تو برخورد بکنن، خود از آن اهل سنت رو برخورد خواهد کرد. جسارت هایی کردند، بی‌ادبی هایی کردند که اصلا نمیشه گفت. ولی حالا چون دیگه ثابت کردن، ما قبلا میگفتیم نه مرتبط هستن، میگفتن نه ما که آقا کی دیده ما تا حالا با اون عکس گرفته باشیم، کی دیده ما با اون مرتبط باشیم، منکر میشدن. الان که دیگه علنا عکس هم پخش شد، همه متوجه شدن که با هم چی مرتبط هستن، اونم تو این وضعیت. الان چون میدانیم داره از سمت شما آب میخوره، بعضی از کانال هاش که رسما اعلام کردند ما شاگردان مسجد میم هستیم و رسما شاگرد مولوی فلان هستیم، اسم بردن. خدمت شما عزیزان بیان کردن که یعنی با استفاده از این یا سوء استفاده از این عکس میخواستن کارشناسان شبکه وصال حق رو بزنن و همچنین مسجد مکی، مسجد میم منظورش مسجد مکیه و فلان حضرت مولانا. ما مثل شما که نفاق نداریم. از روز اول عزیزانی که در این شبکه برنامه داشتن گفتن حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان و برادر عزیز اون استاد سلیمانی شاگردان مسجد مکی بودن، شاگردان حضرت مولانا عبدالحمید بودن، در اونجا درس خوندن
و از محضر این بزرگواران استفاده کردن. خب این چه ربطی داره؟ چه ربطی داره که شما میخواهید با سوء استفاده از این عکس بیایید این قضایه رو مطرح بکنید؟ به هر صورت شروع کرد به بد و بیرا گفتن و کلیپ شده 11 دقیقه است، قبلا پخش کردیم دیگه نیاز نیست. ما شما رو میکشیم و میبندیم و اعدامتون میکنیم و فلان میکنیم، پدرتون رو در میاریم. و اهل سنت پاسخ خواهند داد. و اهل سنت پاسخ دادند. بعد از برنامه زندگی که وصال حق پخش کرد، دروغا و توهین‌های ابوالقاسمی رو پخش کردیم و عزیزانمون اومدن در برنامه ویژه، برنامه‌ای که داشتیم از ساحت مبارک علمای اهل سنت، حضرت مولانا عبدالحمید و حضرت مولانا مجیب الرحمن و دیگران دفاع کردن. همونجا بود که این رو مثل سگ انداختن بیرون از شبکه ولایت. مکارم شیرازی عذرخواهی کرد، قزوینی خودش اومد عذرخواهی کرد، خود اینم اومد عذرخواهی کرد و کلا ممنوع تصویرش کردن تو شبکه ولایت، انداختنش بیرون. الحمدلله شر یکی از دشمنان صحابه و اهل بیت و همسران پیامبر از سر امت اسلامی کم شد و ایشون رو از شبکه ولایت انداختن بیرون. یک جوجه دیگری هم بود از بقایای احمد جان، لازم است ادامه این پخش بشه؟ بله. خب این کلیپ رو خدمت شما عزیزان پخش کردم، قسمتاش 11 دقیقه است. انشاءالله در کانال تلگرام خواهند گذاشت دوستان تا ببینید وقاحت این بی ادب بی تربیت رو که چطور به علما اهل سنت توهین میکرد. خلاصه ابوالقاسمی رفت بیرون، انداختنش بیرون، عذرخواهی کردن دیگه. بعد از اون بود که سقوط شبکه ولایت شروع شد. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که من عاد لی ولیا آذنته بالحرب. از زبان الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی است که نقل میشه که الله سبحانه و تعالی میفرمایند که کسی که با یکی از اولیای من دشمنی بکنه، من با او اعلان جنگ میکنم. با مولانا عبدالحمید اعلان جنگ کردن، با شبکه وصال حق اعلان جنگ کردن، با حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری اعلان جنگ کردن. خداوند نیست و نابودشان کرد، خار و ذلیلشون کرد. مثل سگ یکی پی دیگری از شبکه ولایت اینا رو انداختن بیرون. در اون موقع تهدید این یکی رو بشنوید. بله خدمت راست کنم. این عالم از جوزجان بود و این جوانان با ولایت جوزجان بود در شمال افغانستان که خدمت راست کنم دفاتر سلفی ها رو در اونجا کامل بستن، همه رو ویران کردن و خدمت بعض از این فتنه‌گرایی که در هرات هستن و الان هم فتنه‌گری میکنن دقیقاً بهشون اخطار میکنیم. همین بلایی که سر وهابیت در جوزجان اومد، از جوزجان تا هرات هم خیلی فاصله نیست. همین بلا رو به زودی مردم شریف افغانستان، حنفی های غیور افغانستان، سر شما سلفی های پلید هم خواهند آورد و خواهیم دید که در هرات هم اون دارالعلوم هایی که شما به هر حال اونجا درست کردید به همین زودی انشالله خراب خواهد شد. بله. در خدمتتون هستیم. بله. البته این حرفا، این پررویی ها، بی‌ادبی ها بعد از این که بود ما تهدیدشون کرده بودیم که بلایی به سرتون بیاریم که خودت و قزوینی و همه دار و دستتون تو شبکه ولایت گریه کنید. اما دیگه گوش نکردن حرف بزرگترا رو. در صورت شروع کرد دوباره به اهانت کردن و توهین کردن و عاقبت این طول سگ رافضی رو هم اخراج کردن از شبکه ولایت و اینم یکی از برنامه‌های آخرین برنامه‌ای که ایشون در شبکه ولایت داشت و بعد از اون از شبکه ولایت اخراج شد. مثل سگ تک تک انداختنشون بیرون. این کسانی که زبان درازی می‌کردن به ساحت مبارک صدیقه طاهره محبوبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و دیگر صحابه. اینم برنامه زندگیشون، آخرین برنامه زندهش شبکه ولایت. ما البته در همه مباحث دیدگاه اهل بیت رو هم مطرح کردیم و ثابت شد که دیدگاه اهل بیت با دیدگاه اینها کاملا در تضاد هست. دیدگاه اهل سنت با دیدگاه سلفی ها کاملا در تضاد هست. خدایی که ما میپرستیم با خدای اینها کاملا متفاوت هست. البته اینا گفتم که خیلی خلاصه هم گفتم که شاید آخرین برنامه‌مون باشه و احتمال اینکه مثل برنامه استاد عباسی یهویی برنامه قطع بشه وجود داره و
گفتم حالا به هر حال یه مروری هم کرده باشیم که البته امیدوار هستیم که این اتفاق نیفته، ولی خب اگر اتفاق افتاد گفتیم که حالا جنبندی هم تا اینجا داشته باشیم. البته پیش بینی که ما داشتیم دیدید دوستان که اولا صداشو قطع کردن و بعد از اون کلا برنامه زندهشو قطع کردن و این رو هم انداختن بیرون. ابوالقاسمی رو انداختن بیرون، قزوینی رو هم انداختن بیرون، اخراج کردن، عباسی رو هم اخراج کردن، روستایی رو هم اخراج کردن و این یکی مونده بود که این رو هم اخراج کردن. الحمدلله. این لطف الله سبحانه و تعالی است، فضل الله سبحانه و تعالی است که در این دنیا لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب علیم. بدبختی، خاری، ذلت، رسوایی در دنیا همه شاهدش هستیم و اون عذاب دردناکی که در آخرت در انتظار تک تک این زندیق‌های منافق است که به مقدسات دین مبین اسلام توهین و اهانت می‌کردند. اما مهمترین چیزی که کمر شبکه ولایت و قزوینی و مکارم شیرازی رو شکست و نتونستن تحمل بکنن و خار و ذلیل شدن و تسلیم شدن، در کلیپ بعدی است که از برنامه امامان وهابی شیعه احمد جان کلیپش رو پخش بکنن. نامه ای بود که بیش از 1 سال میگذره که این نامه به نجم الدین طبسی، جعفر سبحانی و مکارم شیرازی فرستاده شد و ما خیلی چیزای خیلی ساده خواستیم از اینها، اما به جای اینکه پاسخ بدن، چون که پاسخ نداشتن، شروع کردن به فحاشی و توهین کردن. این کلیپ رو هم ببینید، دوباره برمیگردیم خدمت. چرا مراجع شیعه پاسخ نمی‌دهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیرهم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را رو سیاه کرده و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواسته اند گفته و نوشتند و مردم را از عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آنکه حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد، از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی جعفر سبحانی دامت افاضاتهم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دام ظله. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی، حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارضه امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید.
روایت مورد استدلال، صریح، صحیح و بی معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خیش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاس گذاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن: الف، کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم، در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال، عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است. بله بینندگان عزیز گرامی، این بود که کمر مراجع شیعه شکسته شد، جواب نداشتن، خواستن که کلن حذف کنن اینا رو. ما چیز مشکلی نپرسیده بودیم. داد میزنید که وهابیت با اهل سنت فرق داره، داد میزنید که وهابیت دشمن اهل بیت است، داد میزنید که عقاید وهابیت با عقاید اهل سنت و عقاید شیعه فرق داره، با عقاید ائمه و صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرق داره. جواب میدادید آخه. 4 کلمه حرف حساب، ما چیز دیگری که ازتون نخواسته بودیم، اما به خاطر اینکه کل قضیه رو اصلا بردارند، اومدن این رو به اصطلاح گروه قزوینی رو دار دستش رو حذف کردن، چون میدونن که سبب این دربدری و خاک بسری که برای مراجع شیعه به وجود اومده همین حماقت‌ها و جهالت‌های قزوینی و دار دستش. اما این برنامه ها متوقف نخواهد شد. ما انشالله این نامه رو در هفته آینده برای مدیریت جدید شبکه ولایت و برای مکارم و بقیه آیات اعظام یک بار دیگه ارسال میکنیم و منتظر پاسخ خواهیم بود. یا بیان از ملت ایران و از شیعیان معذرت خواهی بکنن، بگن آنچه که در مورد به قول خودشون وهابیت و فلان و علان گفته بودن همه دروغ بوده و عقاید محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه با عقاید علی و حسن و حسین و باقر و جعفر و تقی و نقی و اینا فرق نمیکنه. باید اینو بیان بگن، این واقعیت رو باید بگن و الا این برنامه ادامه خواهد داشت و ما واقعیت ها رو ما بیان خواهیم کرد برای بینندگان شیعه و سنی. همینطوری دوستان سری زده بودن به کانال اینها در تلگرام، در اینستاگرام و کامنت هایی رو که گذاشته بودن خیلی جالب بود، چه از مخالفین چه از موافقین و چه خود کارشناسای اخراجی شبکه ولایت. ما مرور میکنیم، بعضی از این کامنت ها رو با هم میبینیم. احمد جان اینجا یزدانی نوشته که وسط برنامه ضمن توسط اتاق فرمان قطع و سپس برای همیشه شبکه جهانی ولایت حذف شد. برنامه یهویت یعنی خدای یهود و وهابیت که اینو قبلا مفصل ما پاسخ دادیم. دیگری نوشته که باید کمپین را بندازیم و خواستار بازگشت اساتید و علاوه خصوص اطلاع قزوینی در رأس کار باشیم. نه خاطرتون جمع باشه، ایشون چنان آبروریزی به بار آورده که دیگه نخواهند گذاشت که بیاد و تو اون شبکه صحبت بکنه. گفتن که قزوینی با کمک مردم شبکه جدید را اندازی کنن، احتمال و موفقیتش بسیار بالاست و متاسفیم که آقا مکارم بر اساس اطلاعات غلط موضوع گرفتن و قبلا نیز یک موردی بود موضوع اشتباه گرفتن و پس از شرح واقعیت براشون برگشتن، ولی هیچ جوری نمیتونم شبکه ولایت رو بدون عباسی و یزدانی و ابوالقاسم خصوصا قزوینی ببینم. بله، داغ تو دلشون مونده بیچارا. بعد به جان هم افتادن. یعنی جالب است که
الله سبحانه و تعالی میفرماید که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، فکر میکنید که اینا همه با همن اما قلبهایشون پراکنده است. یکی نوشته که فقط همین رو میدونم که دور و بر ما جاسوس و عامل دشمن کم نیست. قشنگ مشخص بود قضایا. اصلا حضرت قزوینی که با این همه زحمت این شبکه رو اندازی کردن، نباید میبردن زیر نظر آیت الله مکارم، اینطوری دو دستی شبکه رو گرفتن. پس قضیه آقای ابوالقاسمی و اون بیانیه حضرت مکارم و محکومیت و تهدید شبکه ولایت مبنی بر برداشتن حمایت خیلی چیزها مشخص شد. شک نکنید که این پیشنهاد مولوی عبدالحمید با آیت الله مکارم بود. خب چرا آقای عبدالحمید جلوی شبکه کلمه و نور و وصال حق رو نمیگیره؟ اینجا گفته که مکارم محافظه کار می شود، علتش چیست؟ شبکه ولایت سقوط آزاد می کند. بابا شیعه اینقدر مظلومن واقعا، یعنی اینقدر خبیثن اینا که بیش از 129 شبکه دارن، 24 ساعت صدا و سیما، شبکه های استانی همه دارن بر علیه اهل سنت کار میکنن، بعدش هم نن من غریبم در میارن. در کامنت دیگری گفته که یعنی دل هزاران شیعه رو شکستن و دل هزاران وهابی رو شاد کردن که انصاری که شبکه ولایت رو شکست داده. اون روزی که آقا ابوالقاسمی رو چند جلسه خونشین کردن به جرم توهین مولوی تای کار معلوم شد. بدون آقا قزوینی و گروه مخلص پاسخ به شبهات شبکه سرد و بیرو شده. آخه چرا یکی جواب بده. بله، این کامنت هایی است که اینجا خیلی جالب است. خدمتی که استاد قزوینی و 4 شاگرد بزرگوارشون در این 8 سال به تشیع جهان اسلام کردن، واقعا خدمت کردن به تشیع، چهره واقعی تشیع رو نشون دادن و به خدمتی هم که به جهان اسلام کردن، جهان اسلام شناخت، تشیع رو شناخت، دروغ و تلبیس و خیانت اینها برای همه آشکار شد. گفته که هیچ عالمی در طول تاریخ انجام نداده. هزاران نفر شیعه بودن و شیعه شدنشان را مدیون این بزرگواران هستند و هزاران بلکه میلیون ها نفر شیعه رو ترک کردند و مدیون برنامه و دروغای ایشون هستند. برای اینجا گفته که مدیریت جدید به اسلام و اهل بیت خیانت کردند. آقا دم ریاست جدید شبکه ولایت گرم. خیانتایی که ایشون داره به تشیع میکنه، ضربایی که ایشون داره به تشیع میزنه رو ما در مدت 400 سال نتونستیم انجام بدیم. تیتر روزنامه‌های وهابیت هم اکنون. آقای رفعتی هم دلیل داشته. تاسف ان شاءالله قزوینی با دوستانشون محشور بشه. سیعلم الذین ظلموا منقلب اینقلب. و اینجا جالب نوشته که اگه طرف مقابلم تعطیل کرد باشه اشکال نداره، ولی اگه این آتش بس یک طرف هست اسمش عقب نشینیه. خب 100% عقب نشینیه. ما قبلا هم گفتیم و بازم تکرار میکنیم تا آخرین قطره خونمون برای نشان دادن آن روی سکه این دجالان دین فروش، این آخوندهای منافق، یک لحظه هم ساکت نخواهیم نشست. و یکی دیگه نوشه کار خیلی خرابه، سریع همگی استعفا بدید، برید به شبکه دیگه با مدیریت آقای قزوینی بزنید، دیگه کسی ولایت رو نمیبینه. گفته هویت شبکه ولایت تنیده شده در گروه پاسخ به شبهاتش بود و با حذف این گروه در حقیقت متاسفانه هویت شبکه از بین رفت. الان دیگه به یک شبکه قرآن جدید داریم با همون تعداد مخاطب، شاید هم کمتر، به خاطر ماهواره‌ای بودن شبکه و تکراری بودن مطالب خود اهل بیت علیهم السلام این قاعده رو ختم به خیر کنند. و کامنت های زیادی است در اینجا که نشون میده که یک مسئله است در عربی میگه الصراخ به قدر العلم، داد و فریاد به اندازه دردی است که دارن میکشن. و اینجا هم الان شبکه‌های وهابی با خیال راحت اندیشه شیعه را گلوله باران میکنن ولی کسی نیست جواب بده. اون بدبختا اولا که ما هیچ وقت مطلبی را از کتابای خودمون بر علیه شما، از حرفای علمای خودمون بر علیه شما نگفتیم. هرچی گفتیم از کتابای خودتون گفتیم. ثانیاً اونا به جایی که بیان دفاع بکنن، چون دفاعی نداشتن، افتضاح به بار آوردن. در حقیقت اصل ضربه رو اونها به تشیع به اصطلاح سبعی زدن
و اون حقایق پنهانی که در تاریخ وجود داشت در لابلای کتاب‌ها خودشون رو کردن. دیگه وای چرا دیگه شبکه ولایت مدافع اهل بیت نیست، شبکه خانوادگیه. بذارید آقای رفعتی و نوچه هاشون دربانه آشپزیشون از شبکه پخش کنن. والا پیشنهاد خوبیه. منم پیشنهاد میکنم به شبکه ولایت که برنامه‌های آشپزی، کاردستی، من نمیدونم گلدوزی، خیاطی، این برنامه‌ای درست بکنید، شاید مخاطبینتون کمی بیشتر بشه. و نصیحت من به آقای رفعتی و دیگر کسانی که فعلا در رأس این شبکه قرار دارن و دیگر شبکه‌های شیعه که مشغول مبارزه به قول خودشون بر علیه وهابیت هستن، در حقیقت مبارزه با اسلام میکنن، نصیحتم برای اونا اینه که روایتی خودتون دارید از امام جعفر صادق، در کتاب‌های خودتون هست. ایشون میفرمایند که شما بر دینی هستید که اگر این دین را بپوشانید شما عزت میابید. یعنی حقیقت خودتون رو بپوشانید، مردم حقیقت شما رو نفهمند، مردم بهتون احترام میگذارن، عزت بهتون میدن. اما اگر آشکارش کردید خداوند شما رو ذلیل میکنه، چون وقتی آشکار کردید تضاد و مخالفت عقیده شما با قرآن و سنت آشکار میشه و خداوند شما رو ذلیل میکنه. و این شبکه زدن ها و این صحبت کردن ها، این برنامه درست کردن ها مخالفت سریع با قول امام جعفر صادق است که فرمودن شما بر دینی هستید که باید دینتون رو بپوشانید. پس بهتر همون بود که دینتون رو میپوشاندید، لااقل همون یک چند درصد آبرویی که در نزد مسلمان ها داشتید همون تا الان میموند. اما شما با این برنامه‌هاتون و با این شبکه زدناتون دارید آبروی خودتون رو میبرید. والله ما یک زمانی می اومدیم به علمای اهل سنت، علمایی که مناطق دوردست خارج از مثلا شهرها زندگی میکردن، اطلاعات چندانی از تشیع نداشتن، بهشون میگفتیم که شیعیان این اعتقادشون هست، آخوندها این عقایدشون هست. باورشون نمیشد، میگن نه امکان نداره که این اعتقادات رو داشته باشن. بعد از اینکه شماها شبکه زدید و ما کلیپ های دروغ و تلبیس ها و خیانت های شما رو پخش کردیم، پارازیت پخش کردید، کلیپاتون رو تو فلش انداختیم، تو فلش میموری انداختیم، به تک تک مدارس، مساجد، دانشگاه ها، علما، فرهنگی ها، به روشنفکران اهل سنت در ایران، افغانستان، تاجیکستان، به تک تکشون رسوندیم. ان شاء الله که به تک تکشون رسیده. پارازیت پخش کردید، فلش میموری درست کردیم، به تک تک اینها رسوندیم. همشون تو موبایلاشون هست، تو کامپیوتراشون هست، همه جا دارن میبینن. شعر واقعی شما رو همه شناختن. الان که شیعه بعد از این بیاد اگر که از قرآنم برای خودش لباس بپوشه کسی باور نمیکنه. چرا؟ چون حقایق اینها آشکار شده برای مردم از زبان خودتون، چیزی اضافه نکردیم. اکثر کلیپ هامون رو دیدید، حرف آخوند رو میاریم با یک آیه قرآن جواب میدیم. الان همون علما بعضیاشون که با ما ارتباط دارن میگن ما دست و صورت شما رو میبوسیم که اون مسئولیتی که بر دوش ما بود، اون کاری که ما باید انجام میدادیم و نمیتونستیم انجام بدیم، اون رو شما دارید انجام میدید، کار ما رو آسان کردید. سالها بود که اهل سنت اینگونه بیدار نشده بودن، عقیده شیعه رو نشناخته بودن. واقعا پیشنهاد خوبیه، یک خیاطی و آشپزی و کاردستی و برنامه گلدوزی بگذارید که مردم رو سرگرم بکنید. اینم کامنت هایی است که گفته که یعنی در شبکه ولایت جواب هیچ شبهه از وهابیت و مخالفین شیعه و ملحدین داده نمی شود. شبهات وهابیت اهل سنت خیر. یزدانی جواب داده. شبکه‌ای که استقلال نداشته باشد همینه، همش تقصیر جامع قزوینی. به هر صورت این کامنت هایی است که اگر موارد مهمی رو باشه من خدمتتون میخونم. خب تعطیلش کنین بره دیگه. آیت الله مکارم چرا باید اجازه بده؟ خب مشکلی داشتن، اصلاح میکردن، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کنن. شیعه همیشه میخواد صورت مسئله رو پاک بکنه. قزوینی به جای اینکه بیاد دروغاشو جواب بده، میخواست صورت مسئله رو پاک بکنه، میخواست با 100 تا دروغ یک دروغ رو جواب بده. اینم کامنت های دیگری است که در صفحات اینا، حرفای خاص اینا که رد و بدل میشه بین هم دیگه.
نوشته که شبکه ولایت دیگه مرد، الی جهنم و بئس المصیر. حرف شیعیان خودشون هست. شبکه ولایت از زمانی که قزوینی دروغگویی رو شروع کرده بود مرده بود. این از حسینی مجری شبکه ولایت، همون که بهبه و چهچه میکرد به دروغای قزوینی و ابوالقاسمی و یزدانی که امروز داغ به دلشون مونده. نوشته خداوکیل آقای حسینی یک آمار بگیرید ببینید وضعیت بینندگان نسبت به قبل چطوره الان. آیا به طور فجیع آمار بینندگان کاهش یافته است یا خیر؟ خب نباید به خاطر این قضیه تلنگری به خودشون بتنند مدیران این شبکه. اینم کامنت های دیگری است. اینم از صفحه روستایی که میگه با عرض پوزش از بینندگان برنامه ایستگاه اندیشه، این برنامه که به نقد شبکه‌های وهابی عربی و مقایسه اعتقادات یهود با وهابیت میپرداخت متوقف شد. الحمدلله. اینم برنامه عصر ایمانشون که متوقف شده در اون شبکه. ریاست جدید شبکه ولایت برنامه رو متوقف کرد. جناب حسینی خواهشاً به مقدار روشنگری کنید، یه مقدار روشنگری. به خدا چند سال تمام زندگیمون شده شبکه ولایت و کلی از آشناهامون بیننده شبکه کردیم. آخه برادر من خدایش این رسمه که ندونیم داستان چیه؟ معلومه داستان یکی شکستشون، افتضاحی که به بار آوردن. ثانیاً خدا میدونه سر دزدی، سر خم، سر کارخونه‌های شکر مکارم، سر پولی که از مردم جمع کرده بودن. هزار یک احتمال وجود داره. حالا شاید هم اون بلایی که به اصطلاح سعید طوسی سر قاریان قرآن در آورده و شاید از این بلا سر قزوینی و دار و دسته‌اش شبکه ولایت. من نمیدونم، این چیز همه احتمالاتی که امکان داره وجود داشته باشه. از مسئولان فعلی سوال کنید ببینید چه پاسخی میدن. حسینی بیچاره. بیننده شبکه یک ساعت شو تلویزیونی رو با اجرای جناب شیخ ملاحظه کردم و نه تنها تلفن‌ها رو وصل نکردن بلکه ایشون برنامه داشت که مدیریت جدید اونام نه تلفن وصل کردن و خلاصه همه پیامک‌هایی که انتقاد بوده اونا هم گفتن که از ما تشکر کردن. خب این تلبیس و دروغ و خیانت این در نهاد این آخوندها هست. هر آخونده، حالا قزوینی است، معرفتی است، بی معرفت است، همه آخوندها این یک وجه مشترک بین این هاست. و اینجا نوشته افرادی هم از تحریف پیام هاشون موقع قرائت شکایت کردن، گفتن ما سوال و انتقاد داشتیم، اونا تشکر خوندن. حتی به خودشون رحم نمی کنن. این آزادی بیانشون هست در مقابل شیعیان خودشون. حالا شما فکر میکنید که مثلا با اهل سنت یا به قول خودشون با وهابیت اینا رو راستن. بله صفحات احمد جان. بله خب این صفحاتی بود از احمد جان برامون گرفته بود از اینستاگرام اینها و بلایی که به سر این بیچاره‌ی بدبخت اومده. اما همه این صحبت‌هایی که شد به یک طرف، میریم سر یک اصل. البته یک یعنی الحمدلله در این که اینها حذف شدن از شبکه ولایت و به زباله‌دان انداخته شدن، در قدم اول لطف الله سبحانه و تعالی است، فضل الله سبحانه و تعالی است. ثانیاً زحماتی که عزیزانمون در شبکه وصال حق کشیدن و روشنگری ها که انجام گرفت. من به طور نمونه یک کلیپی رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. اگر به یاد داشته باشید یک کارشناسی آورده بودن تو شبکه ولایت، مدتی برنامه داشت. در یکی از برنامه یک بیننده تماس میگیره و موضوعی رو که من مطرح کرده بودم در یکی از برنامه‌های آن روزه که با ایشون در میان میگذاره و وضعیت این بدبخت بیچاره رو در اون برنامه ببینید. این تقریبا از حدود شاید 2 سال میشه احمد جان، 2 سال 3 سال پیش است. دقیقاً بعد از همین برنامه این رو هم از دمش گرفتن و از شبکه ولایت انداختن بیرون، چون که نتونست
جواب یک مسئله ای رو که در طول برنامه آن روسه که ده ها صدها مورد مثلا در یک ماه بحث میشه، هر بیننده یک سوالی میکنه، کلیپ هایی پخش میشه، من مستندات از کتاب ها اینا نشون میدم، یک مورد رو بیننده ذکر میکنه مثل خر تو گل میمونه و آخرتش هم بعد از این برنامه مباشرتاً ایشون رو گرفتن و از شبکه ولایت انداختن بیرون. ما در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و رابطه‌ای که با خلفای راشدین داشتن و توهین‌ها و اهانت‌هایی که در دین رافضه‌گری به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شده، مطالبی رو جسته گریخته در برنامه‌های مختلف بیان کردیم و توهین‌ها و اهانت‌هایی که در این دین به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خاصتاً به سیدة النساء العالمین فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها شده، اصلا قابل این نیست که در یک برنامه تلویزیونی گفته بشه. این آخوند رو با هم ببینیم و بعد از اون انشالله کلیپ دیگری هست که در مورد اونم صحبت خواهیم کرد. آقای امیر از تهران. سلام آقا. سلام علیکم، بفرمایید در خدمتون هستیم. آقا من عرضی داشتم خدمتتون. بفرمایید در خدمتون هستیم. من خودم تهران زندگی میکنم. بله. اما خب خراسان شمالی ما زندگی میکنیم، یعنی اصالتا اونجایی هستم و توی روستا زندگی میکنیم که نصف این روستاها ترکمن اهل تسننه و نصف این روستا اهل تشیع هستیم که ما فارس میگن. بله. و بسیارم با هم خوب و دوست و مهربان هم هستیم. بله. اما من چند روز پیش، همین 2-3 روز پیش بود، این شبکه ها رو بالا پایین میکردیم، به شبکه رسیدیم به نام وصال حق که دیدیم این شبکه داره میگه که یه روز از امام جعفر صادق علیه السلام سوال شد که آقا کسی هست که به امام جعفر صادق به یکی از صحابه نمیدونم میگفت یا به یکی از دوستان اصحاب که شما رو از شرق به غرب توی یه لحظه ببره؟ بعد گفته که بله حضرت مولا، استغفرالله من عذر میخوام آقا، چیزی که اون داشت میگفت که حضرت علی قلاقی از شما رو از شرق به غرب توی یه لحظه میبره. این اصلا بعد از تو بهارالانوار هم داشت میآورد و علامه مجلسی رو نوشته. بله برادر بزرگوار، صحت داره. من مادرم به شدت از این قضیه ناراحته و بس سر کار که من میام میگه مادر اینو بگیر من گوش کنم. بله برادر بزرگوار، شما یقین داشته باشید که این وهابی که پارچه فروش بوده و تخصص دینی قطعا نداره ایشون و همون جور که اذعان عالم خودشون هست آقای ملازاده، به ایشون میگه بی سواده، لذا بد ترجمه میکنه. بله بینندگان عزیز و گرامی، خب این چه ربطی داره به پاسخ این بیننده؟ شما بیا خوب ترجمه بکن. حالا این آقا با این عمامه و عبا و قبا و ادعا میخواد این روایت رو خوب ترجمه بکنه. با هم میبینیم که این آقای باسواد چطور این روایت رو ترجمه میکنه برای این بیننده. این روایات رو بد ترجمه میکنه. اصل روایت اینه، حضرت به دوستشون گفتن که آیا تو مرکبی داری که بتونه تو رو از شرق به غرب ببره؟ طرف گفت نه. حضرت فرمود بله. او یعنی حضرت علی علیه السلام فرمود نه، مرکبی که تو رو از شرق به غرب ببرد حضرت یعنی کسی که میتونه تو رو از شرق به غرب ببره حضرت ارزم به حضورتون علی علیه السلام روحی له الفدا. در این روایت اینجوری متن روایت رو شما اگر بله ببینید، این کارشناس این شبکه است. 200 تا کارشناس داریم، دکتر داریم، مرجع تقلید داریم، 13 تا گروه علمی داریم. اون بیننده بیچاره میگه که وقتی که مادرش این حرفا رو شنیده
هر وقتی پسرش اثر کنه میگه شبکه وصال حق رو برام روشن کن که ببینم. خب ما واقعیت ها رو بیان کردیم. توهین شیعه به سیدنا امیر مومنان حیدر کرار علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، به جایی که بیان بگن که آقا غلط کرده، دروغ گفته، هر کسی این روایت رو تو هر کتابی آورده، آقا کلینی است، مجلسی است، استوانه شیعه است، هر کسی که هست، نه، اینو میخوان که ماسمالی بکنن. ببینید چطور به منمن کردن افتاده. کارشناس، عبا رو ببین، قبا رو ببین. این بلایی بود که ما به سر شبکه ولایت آوردیم. من اصل روایت رو خدمتتون بیارم. بله، ایشون اولا که دروغ گفت، اینجا مرکب نیست، دقیقاً کلمه اولاغ است. علک حمارون، حالا این روایت اصلش میاره در آخر این صحبت. مرکب نیست، حمار است. حمار در عربی به همون اولاغ گفته میشه. خب آدمی که روایت در کتابتون هست، خب بیارید بررسی سندی بکنید، درست ترجمه بکنید. مادامی که ادعا میکنید که ما درست ترجمه نمی کنیم، و اون ترجمه‌ای که من کردم و این ترجمه‌ای که این آقا کرد هیچ فرقی نداشت، و فرقش این بود که این گفت مرکب و من گفتم اولاغ، چیزی که در روایتشون اومده بود که حالا با هم روایت رو میبینیم و من خدمتتون نشون میدم. این سطح سواد ایناست. اولا قضیه رو شخصی کرد که نمیدونم سواد داره که سواد نداره، که پارچه فروش بوده که نبوده. بعدش هم اومد خواست ترجمه بکنه. این من کردن این خیلی جالب بود. هی داشتن تو گوشش بهش میفهموندن، بهش میگفتن و این خودش متوجه نمیشد. یک بار دیگه این قسمتش رو با هم ببینیم. بله برادر بزرگوار، شما یقین داشته باشید که این وهابی که پارچه فروش بوده و تخصص دینی قطعا نداره ایشون، و همون جور که اذعان عالم خودشون هست آقای ملازاده، به ایشون میگه بی سواده، لذا بد ترجمه میکنه، این روایات رو بد ترجمه میکنه. اصل روایت اینه، حضرت به دوستشون گفتن که آیا تو مرکبی داری که بتونه تو رو از شرق به غرب ببره؟ طرف گفت نه. حضرت فرمود بله. او یعنی حضرت علی علیه السلام فرمود نه، مرکبی که تو رو از شرق به غرب ببرد حضرت، یعنی کسی که میتونه تو رو از شرق به غرب ببره حضرت ارزم به حضورتون علی علیه السلام روحی له الفدا. در این روایت اینجوری متن روایت رو شما اگر بله ببینید، یه لحظه من اصل روایت رو خدمتتون بیارم. بله یک لحظه من دابت الارض. بله اینجا میخواد ماسمالی بکنه قضیه رو. این حمار هست، دابت الارض نیست. دابت الارض چیز دیگری هست، این حماری که در این روایت اومده چیز دیگه است. و اینجا میخواد سر این بیننده بیچاره بدبختی که متحیر هست این رو سرشو شیره به ماله، روایتی رو از کتب اهل سنت میاره که اشاره به دابت الارض است، که در این روایت هیچ اشارتی به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نشده. و ما اگر در روایتی دابت الارض به علی تشبیه شده باشه، حمار به علی تشبیه شده باشه، ما این روایت را قبول نداریم. خدا کنه که از هر کی میخواد باشه، از هر عالمی میخواد باشه، هر کسی هم که توهین میکنه به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس بر او باد. اما این آخوند چون نمیتونه این روایت رو رد بکنه، صاحب این روایت رو رد بکنه، صاحب این کتاب رو رد بکنه، به خاطر همین هی دارن تلبیس میکنن. متوجه بودید ای تو گوشش میگفتن، بهش یاد میدادن که نه اینطوری به اونطوری، بیچاره اصلا گیج شده بود که چی بگه. به خاطر اینکه آبروی این دین باطلشون رو بخرن، آبرویی که وجود نداره برای این دین باطلشون، در اینجا آبروی علی و فاطمه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم حراج بشه، برای اینا مهم نیست. گوش کنید ادامه این روایت رو که الان به دروغ از کتب اهل سنت روایت رو میاره که در این اصلا ذکری از علی نیست و قضیه دابت الارض است که در تفاسیر اهل سنت موجود است، ربطی به این حمار یا اولاغی که در روایت شیعه ذکر شده نداره. ببینید، بله این روایتی که در کتب شیعه اومده سندش
ضعیفه. اما من روایت رو الان در کتب اهل سنت براتون آوردم. اگر عزیزان بله در مسند طیالسی جلد اول صفحه 334 این دوستان عزیز اینجا روایتی را از کتب اهل سنت میاره از ابو هریره قال رسول الله صلی الله علیه و آله تخرج دابة الارض مع عصا موسی و خاتم سلیمان. و اینجا هیچ ذکری از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نیست. کلیپ طولانیه، من این رو قبلا چندین مورد در شبکه پخش کردیم و اصلا نمیره سراغ اون روایت توهینی که در کتاب‌های خودشون نسبت به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وجود داره و همین بود که در این برنامه ایشون رو هم اخراج کردن و چون که نتونست اصلا اگر بخواد بتونم چی میخواد بگه، توهین وجود داره. من اینجا خدمتتون توهین به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. تشبیه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به در اختصاص مفید در بحار الانوار و در بصائر الدرجات هست. من از بصائر الدرجات خدمت شما عزیزان این روایت رو میخونم. این بصائر الدرجات اینجا جابر میگه از ابی جعفر امام محمد باقر از من پرسید که یا جابر هلک من حمار یسیر بک من المطلع الى المغرب فی یوم واحد، الاغی داری که تو رو از در یک روز از شرق به غرب ببره؟ در جواب گفتم جعل الله فداک و ان لی هذا، چطور این الاغ رو از کجا بیارم؟ قال ابو جعفر ذلك امیر المؤمنین، ذلك کان امیر المؤمنین، این الاغ امیر المؤمنان بود علیه السلام. همین روایت، تشکر میکنم از دوستان، همین روایت در اختصاص مفیدم در اینجا وجود داره. الاختصاص از شیخ مفید صفحه بعدش دقیقا همینجا. الاغی داری که تو را از مشرق به مغرب در یک روز ببرد؟ گفتم که فدایت شوم ندارم. گفت که ذاک امیر المؤمنین، این امیر المؤمنین هست. خب در کتاب خودشون اومده که علیاذ بالله امیر المؤمنین الاغ است. به جای اینکه بیاد این رو خب بگید که مفید غلط کرده، توسی غلط کرده، فلانی غلط کرده، توهین کردن به امیر المؤمنین، نه، به خاطر اینکه نمیخوان علمایشون بدنام بشن اشکالی نداره به حضرت علی توهین بشه، به فاطمه زهرا توهین بشه، اشکال نداره. المهم شیخ مفید بهش توهین نشه، کلینی بهش توهین نشه، مجلسی بهش توهین نشه، چون همه این خزعبلات و خرافاتی رو که اینها درست کردن از امینها گرفتن. سخن پایانی رو خدمت شما عزیزان بیان می کنم که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم، احمد جان اگر نشون بدی، در سوره ابراهیم آیه 46 میگه وقد مکروا مکرهم، اینها مکر خودشون رو به کار بردن، و عند الله مکرهم، و همه مکرهای اینها در نزد الله سبحانه و تعالی آشکار و اویداست. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، هرچند که با مکرشان کوها رو از جا کنده کنن. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، گمان نکنید که الله سبحانه و تعالی وعده‌ای که به پیامبرانش داده از این وعده خلاف ورزی میکنه. ان الله عزیز ذو انتقام، الله سبحانه و تعالی پیروزمند انتقامگیر است. انتقام توهین ها و اهانت هایی رو که کردن از اونها میگیره. شبکه درست کردن، اوقاتشون رو، پولهاشون رو، خمسهاشون رو، داراییاشون رو خرج کردن. اما الله سبحانه و تعالی در مورد کفار و منافقین و سعی و تلاششون در مقابل موحدین یک آیه‌ای داره که مرهمی است بر دلهای دعوتگران موحد زحمتکش در سراسر دنیا. اگر 150 کشور دنیا یک طرف بشن، اگر همه لشکرهاشون، نیروهاشون، پولهاشون، طلاهاشون، معادنشون، نفتهاشون همه رو یک طرف بکنن،
و بر علیه یک دعوتگر بخوان اون رو استفاده بکنن، همین یک آیه برای اون دعوتگر کافی است. الیس الله بکاف عبده؟ آیا الله سبحانه و تعالی کافی نیست که در کنار این دعوتگر باشه و این گونه وعده بکنه؟ احمد جان نشون بده. ان الذين كفروا، کسانی که کافر شدند، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اموالشون رو خرج میکنن تا سدی درست بکنن در راه الله، مردم رو باز دارن از راه الله. فسينفقونها، خرج میکنن، هر چقدر دلشون بیاد خرج میکنن، شبکه میزنن، سایت میزنن، گروه میزنن، مؤسسه میزنن. نتیجه چی میشه؟ ثم تكون عليهم حسره، بعد از اون حسرت و پشیمانی در دلهای اینها میمانه. بابا این همه خرج کردیم، این همه پول، این همه دارایی، این همه وقت، شبکه ولایت، شبکه امام حسین، شبکه اهل بیت، شبکه فلان، شبکه فلان، چی شد آخرش؟ ثم تكون عليهم حسره، حسرت به دلهاشون میمونه. میلیون ها نفر شیعه خرافات و خزعبلات اینها رو ترک میکنن به خاطر اینکه چهره واقعی اینها رو میبینن. این حسرتی است که بر امروز، حسرتی است که بر دل قزوینی و ابوالقاسمی و یزدانی و روستایی و عباسی الله سبحانه و تعالی گذشته. بعد از این حسرت و پشیمانی چی است؟ ثم یغلبون، این وعده پیروزی است. بعد از اون چی میشن؟ شکست میخورن. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، همون که گفتم لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب الیم. خزی دنیا، رسوایی دنیا چی است؟ همین که حسرت در دلهاشون میمونه، حقایق آشکار میشه، مردم تف میندازن به صورت اینها. اما در آخرت چی است؟ والذین کفروا الی جهنم یحشرون، و کسانی که کافر شدن جایگاهشون کجاست؟ به کجا انداخته میشوند؟ مأوای اینها کجاست؟ جهنم. خب چرا الله سبحانه و تعالی به اونها این امکانات رو میده؟ اونها رو مثلا در این دعوتشون، در این جنایاتی که میکنن این دعوتگران به سوی جهنم، شبکه ولایت و غیره، چرا به اینها فرصت میده؟ در آیه بعدی بیان میکنه لیمیز الله الخبیث من الطیب، برای اینکه الله سبحانه و تعالی پلید را از پاک جدا سازد. ببینید تعدادی بودن پلید بودن، قلبهای بیمار داشتن، شاید رفتن شیعه شدن به قول اینها. اون پلیدها، اون میکروب هایی که بودن، دلهای بیمار داشتن، الله سبحانه و تعالی چون که نمیخواست، ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، الله سبحانه و تعالی حال هیچ قومی رو تغییر نمیده تا که درون خودشون رو تغییر بدن. چون اینا درونشون کثیف بود، درونشون بیمار بود، رفتن به طرف بدبختی و بیچارگی. اما در مقابل هزاران، صدها هزار، میلیون ها انسانی که دلهایشون پاک بود، در جستجوی حق بودن، طینت پاک داشتن، فطرت پاک داشتن، اینها رو به سوی توحید و یکتاپرستی راهنمایی کرد. کلیپاشون رو شما می‌بینید تو شبکه وصال حق و بقیه شبکه‌های توحیدی پخش میشه. این حکمت است از اینکه الله سبحانه و تعالی اون فرصت رو برای اونها میسر میکنه که بیان توهین‌ها و اهانت‌هاشون رو بکنن، دروغ بگن، شبهه پراکنی بکنن. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. اینها رو انباشته بکنه، متراکم بکنه رو هم، این خبیث ها رو، این پلیت ها رو، بعد از اون یک جا همه اینها رو با کله بندازه در کجا؟ در آتش جهنم. اولئک هم الخاسرون، اینها هستن زیانکاران، اینها هستن کسانی که خسران دیدن، بدبخت شدن، بیچاره شدن. امروز قزوینی و یزدانی و ابوالقاسمی و غیره که مثل سگ اینا را شبکه ولایت انداختن بیرون، البته به خاطر خدا نه. شما فکر نکنید که والا مکارم شیرازی از این بهتره. میگن که سگ به دریای افتگانه بشوید چون که ترگشت نجستر گردد، خر عیسی گرش به مکه بری چون بیاید همان خر باشد. اینا همه همونن. قزوینی و مکارم با هم دیگه فرق نداره. منتها چرا اینها را امروز انداختن بیرون؟ چون رشته های قزوینی و خمینی و خامنه‌ای رو داشت پنبه میکرد ابوالقاسمی و یزدانی و قزوینی به خاطر جهالت و نادانیشون. اونها با شعار وحدت مردم رو فریب دادن، اونها با شعار اخواننا مردم رو فریب دادن، اونها با کانفرانس های وحدت بین شیعه و سنی مردم رو فریب دادن.
از امکانات کشورهای اسلامی استفاده کردن، به خاطر پخش و نشر تشیع باطلشون در کشورهای اسلامی سوء استفاده میکردن و قزوینی و ابوالقاسم یزدانی داشتن این کارهای اینها رو داشتن خراب میکردن، بازار اینها رو داشتن کساد میکردن، نان اینها رو داشتن آجر میکردن. به خاطر همین اینا رو انداختن بیرون، ولی به خاطر خدا ننداختن، به خاطر توهین به مقدسات اهل سنت ننداختن. والله خباثت و منافقت مکارم شیرازی و دشمنی او با اهل سنت و با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کمتر از قزوینی ابوالقاسم یزدانی نیست، بلکه بیشتره. هرچه علمشون بیشتره، هرچه القابشون بزرگتره، هرچه که به درجات بالاتر رسیدن، اینها همون اندازه حقد و کینه و دشمنی و نفاق در دلهای اینها بیشتره. اما به خاطرش این کارو کردن که داشت بازارشون رو خراب میکرد، بازار جمهوری لا اسلامی رو داشت خراب میکرد. اولئک هم الخاسرون، اینها زیانکارن. چیکار کردید؟ 10 سال تقریبا زحمت کشیدید، پول خرج کردید، عاقبت چی شد؟ عاقبت حسرت در دلهایتون موند؟ کامنتاشون رو براتون خوندم. عاقبت ضرر کردید یا نکردید؟ عاقبت رسوا شدید یا نشدید؟ اما اون وضعیتی که در جهنم خواهید داشت اگر توبه نکنید، اونم دیدنی است. اون موقع مؤمنین به حال شما میخندن در اونجا. در آیه بعدی الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ قل للذین کفروا، ای محمد صلی الله علیه و سلم، ای پیامبر بگو به کسانی که کافر شدن، این ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر که از کفر و دشمنیشون دست بردارن، آن اعمال گذشته‌ای که انجام دادن رو چیکار میکنیم؟ میبخشیم. و این یعودوا فقد مضت سنت الاولین، و اگر که دوباره برگشتن به همون اعمال خود، بیگمان که سنت و روش الله سبحانه و تعالی درباره پیشینیان گذشته است و در مورد اینها هم اجرا خواهد شد. این سنت است. کسی که با اولیای الهی دشمنی بکنه، کسی که با الله و رسولش دشمنی بکنه، کسی که با بهترین انسانهای روی زمین بعد از انبیا که اصحاب رسول الله، اهل بیت رسول الله و همسران رسول الله هستن دشمنی بکنه، شما فکر میکنید که سود میبره در این دنیا؟ سود میبره در آخرت؟ و در آخر چی میگه؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین كله لله، و با اینها پیکار کنید، با این مشرکین، با این کفار، با این فتنه انگیزها، تا که فتنه‌ای در روی زمین باقی نمانه. و یکون الدین كله لله، و دین همه دین از الله سبحانه و تعالی باشه. فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر، اگر که دست برداشتن، توبه کردن، برگشتن، الله به آنچه که اینها انجام میداد بصیر و بیناست. و این تولوا فاعلموا ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. اینجا چی است؟ اینجا دلگرمی است، اینجا تسلی است برای دعوتگران به توحید، برای کسانی که در راستای دعوت و تبلیغ دین رسول الله صلی الله علیه و سلم زحمت میکشن، اذیت میبینن، آزار میبینن، شکنجه میبینن، دشمنی اینها رو میبینن. به اونها میگه که اگر اینا دوباره سرپیچی کردن، به سوی الله و رسولش نیامدن، کفر ورزیدن، نفاق کردن، دروغ گفتن، تلویث کردن، خیانت کردن، بدانید، آگاه باشید که الله مولای شماست. الله مولانا ولا مولا لهم. الله مولای ماست، اونها مولایی ندارن. الله وقتی که مولای کسی باشه، در مقابل الله هیچ مولایی، هیچ پادشاهی، هیچ قدرتی نمیتونه وایسته. وقتی الله میگه که لمن الملک اليوم، حتی کسی جرأت جواب دادنم نداره، فریاد میزنه لمن الملک اليوم، پادشاهی از آن کیست امروز؟ همه میدونن که پادشاهی از آن الله سبحانه و تعالی. انبیا هستن، رسول الله هست، عیسی، موسی، ابراهیم، لوط، نوح، هود، همه پیامبران الهی بزرگان، قهرمانان، خالد ابن ولید، عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب، این شیرمردان تاریخ اسلام همه هستن. اما کسی حتی جرأت نمیکنه بگه که پروردگار تو خودتی. از هیبت الله سبحانه و تعالی، از جلال و عزت الله سبحانه و تعالی، از قهر الله سبحانه و تعالی کسی سرشو نمیتونه بلند بکنه. لمن الملک اليوم،
پادشاهی از آن کیست؟ بعد از اینکه همه سکوت میکنن جواب خودش جواب میده لله الواحد القهار. برای الله یکتا هست، غیر از او هیچ پادشاهی نیست، غیر از او هیچ قدرتی نیست. وقتی که او میگه که من مولای شما هستم، من پشتیبان شما هستم، من مددگار شما هستم، من یار شما هستم، من در کنار شما هستم، آیا ما نیاز داریم که به فکر حکومت ها و لشکرها و فلان و علان باشیم که از ما دفاع بکنه، به ما کمک بکنه؟ والله الله سبحانه و تعالی برای ما کافی است. ما رو این همه امکاناتشون، این همه ماهواره هاشون، این حکومت ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت اطلاعات، من صورت جلسه های خاص اینا رو دارم که در مورد شبکه ولایت صحبت های تک تکشون رو با اسم و با فامیلی کسایی که صحبت کردن دارم که در مورد شبکه ولایت و وصال حق صحبت هایی که کردن، کمک هایی که به اینها کردن. مبالغی در یک از برنامه‌ها گفتم که روزی نیاز باشه همه اینا رو میارم اینجا نشون میدم. اما عاقبت چی شد؟ امروز حسرت در دل سازمان تبلیغات اسلامی هم مونده، حسرت در دل وزارت اطلاعات هم مونده، حسرت در دل سپاه پاسدارانشون مونده و حسرت در دل قزوینی و ابوالقاسمی یزدانی و روستایی و غیره مونده. چرا؟ چون الله مولانا ولا مولا لهم. تشکر میکنم از احمد جان و از تک تک شما عزیزان. میان برنامه کوتاه میبینیم و بعد از اون ان شاء الله میریم سراغ تماس‌های شما عزیزان. آیت الله چرتکه از 700 تا 800 855 خب عیب نداره. از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 عجب سوالی. از 1000 تا 1100 1330 باریکلا چه پاسخ ظریف و کاملی. از 1000 تا 1100 یه لحظه میشه یه بار دیگه سوالتون بگین؟ سوالتون چی بود؟ از 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1111 سال وفات علامه متین مجلسی. عجب جواب موشکافانه ای. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. راهنمایی کنین یه مقدار بیشتر. میشه سوالتون رو بشکافین؟ حالا 1000 رو مثلا 1000 رو کم پایین تر 40 و خورد 50 1555 مسلطی به اعداد من خوشم اومد. سن شما به نظرم به 50 رسیده و سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا؟ به مغزش فشار اومده. ایشون الان قبلا هم از این حرفا زده بود. چرتکه وسیله ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می رود. حدود 2300 الی 2700 سال قبل از میلاد مسیح اولین چرتکه توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است. در طول امپراتوری هخامنشی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کردند. در دوره و زمانه ما نیز با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی همچنان نمونه‌هایی از چرتکه خودنمایی می‌کنند. بله بینندگان عزیز گرامی، از همین لحظه شماره تلفن برنامه زیرنویس میشه و تا پایان برنامه سعی میکنیم که وقت به شما عزیزان داده بشه در مورد
موضوعاتی که صحبت کردیم انشالله اگر حرفی دارید میشنویم. تا برقراری تماس ها من ایمیل رو نشون بدم که آقای محسن سفاران فرستاده، نوشته که مزدوران آل سعودی که فقط به دلارهای عربستان ایمان دارید و اعتقادی به امام زمان که شخصیت واجب الاطاعه و عصیانگری از امام زمان مساوی سقوط به اعماق جهنمی باشد ندارید. لطفا این کلیپ را ببینید و بعد از دیدن این کلیپ قول میدم که شما طرفداران ابن تیمیه بدبخت از ترس سکته کنید. احمد جانی آمبولانس ها جلوی دفتر وصال فکر کنم به خاطر همین بود. و در مقابل قدرت تشیع زانو بزنید و تمامی کارکنان وصال حق خودتان را به حضرت آیت الله خامنه‌ای و سربازان امام زمان تسلیم نمایید. دوستان چمدانا رو آماده بکنید که میخوایم بریم پیش امام زمان. بعد کلیپ رو فرستاده یکی از افسرهای ارتش ایران که تهدید میکنه که همه شهرهای عربستان رو با خاک یکسان میکنه. خب این هم از ایمیل آقا محسن، تشکر میکنیم از شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید و صدای گیرنده رو ببندید. مهدی هستم از آذربایجان. آقا مهدی بفرمایید برادر عزیز. جناب انصاری یه سوالی داشتم، امید دارم که انشالله جواب بدید. میخواستم ببینم که شما این همه میگید که قضیه شهادت حضرت زهرا افسانه هست و یکی از دلایلتون هم اینه که حضرت علی بی غیرت بوده در این قضیه که نعوذ بالله از حضرت زهرا دفاع نکرد. ما یک لحظه آقا مهدی گوش دیگه چرا میترسی؟ گوش کنید. گوش سرصدا نکن آقا مهدی، مسئله ترس نیست. من شما را اجازه میدم صحبت بکنید. کی ما گفتیم که حضرت علی بی غیرت بوده؟ اولا صدای گیرنده تو ببند، از طریق تلفن صحبت کن با من، از طریق تلفن صحبت بکن. این اعتقاد صدای گیرنده بسته است، شما دنبال بهانه هستید. بینندگان دارن میشنون انعکاس صحبت‌های من و شما رو. شاید مشکل از خطه وگرنه اوکی مشکل نیست آقا مهدی. ما نگفتیم که حضرت علی بی غیرت بود. به ما تهمت نزنید. اولا از این دروغ و تهمتی که به ما زدید عذرخواهی بکنید. ما تهمت نزدیم، خودتون تهمت میزنید، چون که ما اعتقاد نداریم که حضرت علی تو خونه نشسته بود و اومدن در خونه‌اش رو شکستن و حضرت علی دفاع نکرد و فلان کرد یا دفاع کرد. ما این چیزها رو نگفتیم. این دروغا تو کتابای شماست، شماها این اعتقاد رو دارید و وقتی که دروغی رو میارید روایت جعلی میسازید، توهین میکنید، خودتونم باید ازش دفاع بکنید. حالا همین روایتی که در مورد توهین به حضرت علی که حضرت علی رو به الاغ تشبیه کردن یا در روایت دیگری که حضرت علی رو به پشه تشبیه کردن، خب این از کتابای خودتون است آقا مهدی. جواب سوال نمیدید. شما جواب سوال بنده رو بدید. مهدی جان خودت از اول داری دروغ میگی، من جواب دروغ رو بدم. الان مثلا من یک لحظه الان من بگم که آقا مهدی اسم شما مهدی نیست محمود است. جناب انصاری شما اولا از دروغی که گفتی معذرت خواهی بکن. شما اولا از دروغی که گفتی معذرت خواهی بکن. من دروغ نگفتم. یه لحظه اجازه بدید دفاع کنم. یه لحظه بفرمایید. چرا میترسی؟ ترس نداره. سر صدا نکن. گوش کن. هوچیگری نکن آقا مهدی. من دارم بهت وقت میدم. شما وهاب بله منم تشکر میکنم از وقتی که دارید میدید. انشالله که آخرش قطع نکنی تماسو. بفرمایید. اجازه هست حالا؟ بفرمایید. جناب انصاری شما میگید شیعه ها که این قضیه حضرت زهرا رو نقل میکنن طبق عقیده شیعه ها، اگه عقیده شیعه ها رو بپذیریم حضرت علی بی غیرت بوده که از حضرت زهرا دفاع نکرده. درسته یا نه؟ اینو میگید یا نه؟ طبق عقیده شما بله. طبق عقیده شما. خب منم میگم همین کار رو جناب عثمان در مقابل وقتی که به خونش حمله کردن در مقابل دشمنانش کاری نکرد و اجازه داد که صحابه پیغمبر یک لحظه صحابه گوش کن آقا مهدی. با دوباره شروع کردی به دروغ گفتن. با دوباره شروع کردی به دروغ گفتن. اولا قضیه حضرت علی با قضیه سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه
زمین تا آسمان فرق میکنه. حضرت عثمان در خانه خودش محاصره بود، همه شهر مدینه رو مخالفین خلیفه اشغال کرده بودن، کسی جرأت نداشت حتی آب ببره برای سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه و در همون خونه به شهادت رسید. اما حضرت علی آیا به خاطر ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم دماغش خون شد؟ حضرت عثمان به شهادت رسید. وقتی یک مردی به شهادت میرسه حالا با ناموسش شکار میکنن، این برمیگرده به دشمنا. آیا تاریخ شیعه و سنی ذکر کرده که حضرت علی به خاطر ناموسش دماغش خون شده باشه؟ خب الان اجازه هست یا بازم میفری وسط حرفم؟ خب دروغ نگید، یعنی قیاس مع الفارق نکنید. خب آقا حتی بنده دروغم بگم شما اجازه بدید بنده حرفمو بزنم؟ نه چرا من نه چرا اجازه بدم که شما هر جایی که دروغ گفتی، ببین هر جایی که دروغ گفتی من اونجا استاپ میزنم، تصحیح میکنم تا اینکه دروغ تحویل جامعه ندید. بس شما آخوندا این همه دروغ گفتید در این 36 سال. قضیه هم شخصی نکن، به من توهین نکن. اگر حرفی برای گفتن داری بفرما. حضرت علی طبق روایات کتاب‌های خودتون برای ناودان عباس شمشیر به کمر میبنده که به خدا قسم اگر ناودان عمویم عباس را کسی از اینجا بکنه و همه اهل زمینم بیان یک طرف بشن، من حاضرم که با همه بجنگم. آیا فاطمه زهرا سیدة النساء العالمین، یگانه دختر محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینقدر حیثیت نداشت برای علی که به خاطرش دماغش خون بشه، شمشیر به کمر ببنده، نیزه به دست بگیره؟ این همه منبر رفتن اجازه هست یا نه؟ یا بازم میخواد حرف بزنید؟ بفرمایید، حرف منطقی بزنید، من بهتون اجازه میدم. خب بنده حرف میزنم، اشاره بینندگان هم قضاوت میکنم. سوال بنده رو یه بارم تکرار میکنم. جناب عثمان طبق روایات اهل سنت از قضیه حمله به خانهش آگاه بوده. خب حالا چرا وقتی که به خانه جناب عثمان حمله کردن ایشون از همسرش دفاع نکرد، در حالی که اطلاع داشت؟ حتی محافظای خونه خودش هم از مرخص کرده بود، به اصطلاح امروزی بگم مرخص کرده بود. ببین نگاه تو شما توجه کنید، حتی عثمان دور محافظان خودش مرخص کرده بود، یعنی آگاه بود از این قضیه. حالا جواب بدم؟ الان چرا جواب بدم؟ جوابم منم، ولی توهین نکن. گوش کن. من کجا توهین کردم؟ گوش کن. بسم الله نشون بده کجا توهین کردم. همین که گفتی حضرت عثمان بی غیرت بوده، حضرت عثمان خیلی هم با غیرت بوده. خب توهین نکن. گوش کن. الان گوش کن. آقا مهدی قطع کنم یا گوش میکنی؟ خب قطع کنم یا گوش میکنی؟ گوش کن. گوش کن آقا مهدی بزرگوار، گوش کن. کسایی که اومدن به دنبال خونه حضرت عثمان، قصد حضرت عثمان را داشتن یا قصد همسرش رو داشتن؟ جواب من رو بده. قصد جان عثمان رو داشتن. قصد جان عثمان رو داشتن. یک لحظه، ایشون چی گفت؟ ایشون قسم داد. گوش کن. الان میشه که شما لطفاً دندان رو جگر بگذارید گوش بدید. اولا خودت اعتراف کردی کسایی که حمله کردن به دنبال جان عثمان بودن، به همسرش کار نداشتن. اگر که حضرت عثمان میدونست که اینها به همسرش دست درازی میکنن، پدر سوخته همشون رو در می آورد. اما علی بی غیرت شما طبق اعتقادات شما شیعیان قصد خونش رو داشتن، قصد همسرش رو داشتن، زدن سخت جنینش کردن، سیری به صورتش زدن، با قبضه شمشیر به سینه‌اش زدن. از برای خدا این همه حمله کردن به خونش و این همه فساد در اونجا به پا کردن. این علی بی غیرت شما که غیر از علی با غیرت ما هست از خونه تکون نخورد. خب الان جواب بده. ثانیاً الان جواب من رو بده. حضرت علی گوش کن. حضرت علی به خاطر ناودانی که در خانه
عموش بود. الان من روایت رو نشون میدم دوستان ببینن. این روایتی است که در بهارالانوار خودشون اومده، در کتاب بهارالانوار در صفحه 329. در اینجا روایت میکنن که در زمان خلافت حضرت عمر فاروق یک ناودانی داشت در خونه عموی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این ناودان به طرف کوچه بود. حضرت عمر گفت که این ناودان رو بکنید که آب باران میریزه رو کسان عابرینی که از اینجا رد میشن. قضیه رو به کی رساندن؟ به حضرت علی رساندن. حضرت علی چی کار کرد؟ یا قنبر، قنبر رو صدا کرد، علیه به ذوالفقار، شمشیر ذوالفقار را بیارید. فتقلده، شمشیر رو به کمر بست. ثم خرج الی مسجد، با مسجد خارج شد. و الناس حوله، مردم اطرافش جمعن. و قال یا قنبر، ای قنبر، اسعد فرد المیزاب الی مکانه، برگرد و این ناودان رو به جاش برگردان. فسعید قنبر فرده الی موضع، قنبر بلند شد و ناودان رو سر جاش گذاشت. و قال علی و حق صاحب هذا القبر، این علی اینا غیر از اینکه بی غیرت بوده مشرک هم بوده، به قبر پیامبر قسم میخوره. و صاحب هذا القبر والمنبر، به این قبر و منبر قسم، به صاحب این قبر و منبر قسم. لئن قلع و قالع، اگر که کسی این رو از جا کن، لأضربن عنقه و عنق الامر له بذلك، گردن کسی که این به اصطلاح میزاب رو یا این ناودان رو کنده و کسی که امر کرده رو، هر دوتا رو گردنشون رو میزنم. ولا اسلبنهما فی الشمس حتی یتقددا، و بعد از اون مرده هر دو نفر رو در آفتاب به صلیب میکشم تا که گوشت قاق بشن، یعنی گوشت خشک بشن. فوالله لو خاصمني اهل الارض في الميزاب لخصمتهم، اگر همه اهل زمین در مورد این ناودان با من بجنگن، با آنها می جنگن. ثم لقتلتهم بحول الله و قوتی، به حول و قوه الهی همه رو خواهم کشت. این علی که به خاطر ناودان عموش عثمان این همه غیرت و شجاعت داشت، ذوالفقار داشت، با همه اهل زمین می جنگید، در مورد زنش چرا این شمشیر رو بر نداشت؟ این غیرت رو نشون نداد؟ اونجا به خاطر مصلحت دین بود، خب اینجا هم به خاطر مصلحت دین سکوت میکرد. ارزش ناودان زیادتره یا از ارزش پاره تن رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ چون ما اعتقاد نداریم به این خرافات و خزعبلات کتابای شما، جوابی هم نمیگیم به این قضیه. شماهایی که اعتقاد دارید در این مورد چرا جواب نمیدید؟ بفرمایید آقا مهدی. خب اولا گفتید که واسه اولا نه، اولا جواب من رو بده. ارزش ارزش ناودان عباس بالاتره یا ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ عجله نکنید، جواب من رو بده. من جواب من رو بده. نه جواب میدم. اول جواب من رو بده. جواب من رو بده. جواب من رو بده. تا که قطعت نکردم جوابم رو بده. ارزش ناودان بیشتره یا فاطمه زهرا؟ جواب من رو بده. ارزش زن عثمان بیشتر بود یا باسن زن عثمان؟ یه لحظه بده جواب میدم. توهین نکن، توهین نکن، توهین نکن، توهین نکن، توهین نکن به داماد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. توهین نکن. گوش کن. شما گوش کن. توهین نکن، توهین نکن، توهین نکن. تو مواظب باسن زنت، مواظب باسن زنت و مادرت و خواهرت باش. توهین نکن تا جوابتو ندم. الان جواب من رو بده. جواب میدم. جواب من رو بده. یه لحظه میدم. یه لحظه نترسید. بیان نگاه ایشون میترسن. یه لحظه نترسید. سبحان الله، من بهت وقت دادم. اگر میخواستم میتونم از اول قطعت بکنم. من اولش تشکر کردم. یه لحظه اجازه بدید. در رابطه با موضوع صحبت کن. خب من در مورد موضوع صحبت میکنم، در مورد موضوع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها طبق کتب خود شما. من یه لحظه فقط اجازه میخوام که در بین حرفم نپرید. چرا شما گفتید که به خانه عثمان به خاطر جان عثمان حمله کردن، نه به خاطر باسن زن عثمان. شما خودت گفتی. خب طبق کتب شما هستش، من نمیگم اصلا به من ربطی نداره، کتب شما هستش. میخواد قبول کنید میخواد قبول نکنید، من فقط میخوام روایت رو بخونم خدمتتون. عجله نکنید. آقای محترم شما حرفتون رو زدی. الان جواب من رو بده که ناموس پیامبر برای علی مهم بود یا ناودان عباس؟ شما شبهه مطرح کردید. کتابتون رو نشون دادم. کتابتون رو نشون دادم. من میخوام حضرت عثمان به خاطر ناموسش به شهادت رسید.
به خاطر دینش ایمانش به شهادت رسید. علی بی غیرت شما بیش هم خون نشد به خاطر زنش. اولا به حضرت علی توهین نکن. حضرت علی شما با حضرت علی ما فرق میکنه. حضرت علی شما بی غیرتی است که به خاطر ناموس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی یک قدم هم بر نداشته. خب همین عثمان شما هم حضرت عثمان به شهادت رسید. بابا جان به کدام دین و مذهب هستی؟ حضرت عثمان به شهادت رسید. حالا مثلا عراقی‌ها می اومدن تو خونه شما، شما رو میکشتن، بعد از اون به خواهر و مادر تجاوز میکردن. تقصیر شما چیه؟ شما که کشته شدی رفتی. عجب منطقی دارید شما. حضرت علی که زنده بود. جناب انصاری یه لحظه اجازه بده نترس، آروم باشید، خیلی آروم. اصلا نترسید. من میخوام جواب بدم، شما نمیذارید. عثمان خلیفه سوم شما خبر داشت که تو خانهش میخوان حمله کنن و محافظاش رو چند بار گفتم مرخص کرد. جواب دادم خودت اعتراف کردی. تکرار نکن. آقا من با شما خداحافظی میکنم چون داری تکرار میکنی. اینو جواب دادم. خودت اعتراف کردی، گفتی که قصد خود عثمان رو داشتن، به همسرش کاری نداشتن. منم مثال برای شما میارم. اگر که عراقی‌ها میومدن شهر شما رو اشغال میکردن، شما رو میکشتن، بعد به خواهر و مادر تجاوز میکردن، تقصیر تو بیچاره بدبخت چی بود؟ خب تو کشته شده بودی. خب این یک سوال عقلانی منطقی است. الان جواب من رو بده. منم جواب در مورد میزاب خانه عباس، حضرت علی غیرت نشان داد. آیا در مقابل همسرش همچین غیرتی نشان داد یا نه؟ شما مثال دروغ زدید. بینندگان ببینید ایشون مثال دروغ زدن. من وقتی هنوز به شهادت تشکر میکنم. شما یک کمی خودت جمع جور بکن. وقتی میخوای حرفی بزنی فکر بکن. اینجا من 100 تا از بی‌غیرتی علی شما 100 تا روایت دارم از کتاباتون. یک روز من اینجا قبلا اینو نشون دادم. این برای یک انسان شما مجبور میکنید که این روایت ها رو ما نشون بدیم. بهارالانوار کتاب خودشون است دوستان. اینم صفحه بعدش، اینم صفحه 342. یک روز حضرت علی عصبانی شد، گفت که لو شئت، جلد 14 میبخشید، لو شئت لرفعت رجلی هذه فضربت بها صدر ابی سفیان بالشام فنکسته عن سریره. بعد از جنگ صفین بود. گفت حضرت علی اگر دلم بخواد این لگدمو بلند میکنم، یعنی رفع رجل میکنم و چنان به سینه ابی سفیان در شام میزنم که از رو تختش بیفته پایین. این لگد بوده، من نمیدونم این دست موشک بوده، این اسکود بوده، چی بوده که از مدینه تا شام شاید 1000 خورده کیلومتر باشه. این لگدی به این درازی، طول لگد حضرت علی بیش از به اصطلاح شاید 2000 کیلومتر درازیش بوده. میزده ابو سفیان. خونت پر گندم به قول افغان ها. این لگد تو میزدی به سینه عمر چون در خونه فاطمه اومده بود. شما رو به خدا دیوس به کی میگن؟ به کسی که نتونه از زنش دفاع بکنه، معاویه رو با لگد بزنه در شام. البته این علی ایناستا، این خزعبلات ما بهش اعتقاد بخوان تعریف علی بکنن، لگدش 2 کیلومتر طولشه. اینم قدش اینطوریه، زور بازوش اینطوریه. خیبر و ناودان عباس میاره میگه همه کره زمین جمع بشن همه رو میکشم، به صلیب میکشم، گوششونم قاق میکنم. وقتی که مسئله فاطمه مطرح میشه در اونجا تسلیم میشه. چرا؟ چون میخواست زودتر فاطمه کشته بشه، از بین بره، چون میخواست دیگه زن بگیره. بعد از فاطمه چند تا زن گرفت؟ 8-9 تا زن گرفت. چون عاشق دخترای عرب بود. اینو داره کتابای شیعه میگه در مورد حضرت علی. فاطمه رو فرستاد دم در، گفت برو اینو بزنن بکشن که من برم را برام باز بشه بتونم زن، چون حتی فاطمه نمیتونه زن بگیره. این عقیده شماست در مورد حضرت علی. حالا این از لگدش. در کتاب بهارالانوار این روایت رو ببینید. اینم صفحه بعدش در جلد 41
صفحه 144 میگه یک روز در سر راه عمر حضرت علی سبز شد در یکی از باغ‌های مدینه و در دستش یک کمان عربی بود. گفت یا عمر، ای عمر، بلغنی انک ذکرت لشیعته، شنیدم که شیعیان من رو بد و بیرا گفتی. فقال اربع علی ذلک، برو کنار بذار برم. این دو تا لات بودن انگار، اینا اینطوری دارن صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به تصویر میکشن تا ناقلین دین رو بدنام بکنن برای ما. فقال علی گفت که انک ها هنا، همینجا وایستا پدر سوخته تا پدرتو در بیارم. ثم رمى بقوسه على الارض فاذا هي ثعبان كالبعير فاغر فاهو. بعد از اون این کمانش رو انداخت به زمین، تبدیل به یک اژدهایی شد، دهنش رو بلند کرد میخواست عمر رو بخوره. عمر که این رو دید داد زد، فصاح عمر الله الله یا ابا الحسن لا عدت بعد فی شیء، دست نگردار تو رو با خدا ابوالحسن، دیگه از این کارا نکنی، این اژدهات رو وردار، دیگه از این غلطا نمیکنم. و جعل یتضرع الیه فضرب یده الی الثعبان فعادت القوس کما کان. انقدر عمر زاری کرد، به دست و پای علی افتاد تا اینکه حضرت علی اژدهارش رو برداشت و خلاص دوباره مثل همون کمان شد. خب فیلم هندی دیدید؟ فیلم هندی تو بهارالانوار. خب پدر سوخته، تو که کمان تو تبدیل به اژدها میشد، چرا ننداختی جلوی عمر اون روزی که اومده بود همسرت فاطمه رو زد؟ خب میخورد عمر رو، شر عمر و ابوبکر و همه رو از سقیفه رو از سر امت اسلامی کم میکرد طبق اعتقاد شما. کجا بود این اجداد؟ یا این اجداد فقط برای شیعیانت هست؟ یا اون غیرت و مردانگی فقط برای ناودان عباس است؟ یا اون لگدت فقط برای سینه ابو سفیان است؟ موقعی که دختر پیامبر بهش توهین میشه، اهانت میشه، طبق اعتقادات شیعه دارم صحبت میکنم، پنهان میشی تو خونه، دفاع نمیکنی از همسرت؟ آقا مهدی اینو بیا جواب بده. اگر حضرت عثمان به شهادت رسید، قبل از شهادتش چون میدونستن که شب خواب دیده بودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان میفرمایند که فردا پیش ما افطار کنه ای عثمان. ایشون میفهمید که شهادتش حتمی است، با اونایی که اومدن با زن و بچهش کار ندارن و کارم نداشتن. وقتی که دید شهادتش حتمی است، به کسانی که در اطراف قصرش بودن چی گفت؟ هر قسم میدم شما رو به حقی که برگردن من دارید، هر کسی که حقی برگردن من داره، نمیخوام به خاطر من خون بیگناهی ریخته بشه، نمیخوام در دفاع از من کسی، اگر که شهادت نصیب من باشه من شهید میشم. مثل حضرت علی. حضرت علی میگه علم غیب داشت، نه؟ شب اومد تو مسجد کوفه، دید که عبدالرحمن ابن ملجم خوابیده، با لگد زد، گفت بلند شو نماز. اونم بلند شد، فیلماش هم که دیدید، رفت پشت سر حضرت علی در نماز وایستاد، با شمشیر زد حضرت علی. حضرت علی خبر داشت، بابم در کتاب کافی زدید که الائمه لا یموتون الا باختیار منهم، الائمه یعلمون متى یموتون ولا یموتون الا باختیار منهم. ائمه میدونن که کی میمیرن و نمیمیرن مگر به اختیار خودشون. حضرت علی علم غیب هم داشت، میدونست که عبدالرحمن ابن ملجم اومده که ایشون رو بکشه، اما ایشون رو برای نماز بلند کرد، پشت سرش هم وایساد، با شمشیرم زد، کشت. نه نگهبانی، نه محافظی، نه حسنی، نه حسینی، هیچ کس نتونست کاری بکنه. دقیقاً همین قضیه با حضرت عثمان رخ داد. ایشون نمیخواست که به خاطر ایشون خونی بیگناهی ریخته بشه. خون کی؟ خون حسن و حسین. نگهبانان حضرت عثمان کی بودن؟ حسن و حسین. حضرت علی اونا رو فرستاده بود برای دفاع از خلیفه، اما این چیزا رو ذکر نمیکنن. و بعد از اینکه به شهادت رسید، حالا اگر کسی اومد به همسرش دست درازی کرد، طبق روایت های ضعیفی که در بعضی از کتب وجود داره، طرف به شهادت رسیده، به خاطر ایمانش، به خاطر دینش، به خاطر ناموسش، به خاطر اسلام، به خاطر قرآن، به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر خلافت مسلمان ها، فی سبیل الله به شهادت رسید در حالت تلاوت قرآن. اونو مقایسه میکنید با علی بی غیرتی که اون علی که شما ساختید، غیر از علی شجاعی که ما داریم. چون این روایتایی که شما درست کردید اینا همه توهین و اهانت، هدفتون توهین و اهانت به اهل بیت است. صداش در نیامده، از خون تکون نخورده. آیا فاطمه ارزش اینو نداشت که حضرت علی بیاد ازش دفاع بکنه؟ جواب اینا رو بدید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آیا اسپری در مورد ایام شهادت حضرت میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من احمد هستم از اهواز. آقا احمد از اهواز. احمد آقا،
چرا قزوینی و دار و دستش از شبکه ولایت اخراج کردن؟ بذار اول شبهه من خواهش میکنم اول جواب من رو بدید بعد شبهتون رو مطرح بکنید. تو کارشناس من زنگ زدم. تشکر از شما. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام، عرض می‌کنم خدمت شما آقای انصاری. من از اول برنامه شما را شاهد بودم، تمام کلیپ ها و تمام. خواهر گرامی نظرتون در مورد اینکه چرا قزوینی و دار و دستش از شبکه ولایت اخراج کردن چیه؟ روز راست بهتون میگم، من به اندازه سالهایی که بیننده شبکه شما بودم بیننده شبکه ولایت هم بودم و میتونم بگم که در واقع آقای قزوینی بدجوری شما را سوزوندن که الان شما اونجا نشستی احساس خنکی میکنی که داری این کلیپ ها را نشون میدی. الان خودت یه طرفه داری توهین میکنی بدون اینکه هیچ بازخوردی داشته باشی. خواهر گرامی ایشونو اخراج کردن، منو که اخراج نکردن. ثانیاً شما الان دفاع کردید از قزوینی، گفتید که ایشون ما رو سوزاندن. بله. یک لحظه الان مادامی که از ایشون دفاع کردید، این دروغی که تقریبا بیش از 1 سال و 2 ماهه که ما پخش کردیم در مورد کتاب منهاج السنه، میشه از همین دروغ ایشون دفاع بکنید؟ بگید چرا این دروغو گفتن؟ ببخشید آقای انصاری، دقیقاً خط مشی شما خط مشی داعش بود. شما خودتون از داعش و جبهه النصره. چه ربطی به سوال من داره خواهرم؟ چه ربطی به سوال من داره؟ داعش چه ربطی به سوال من داره؟ من واضح گوش کنید خواهر گرامی. فارسی متوجه میشید؟ بفرمایید. من به زبان فارسی ساده از شما پرسیدم آقای قزوینی یک تهمتی زد به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که ایشون سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه. ما این کلیپش رو پخش کردیم، 1 سال و 2 ماه هم میشه. به شبکه‌ش هم تو برنامه زنده زنگ زدیم، نتونست جواب بده. شما بفرمایید به عنوان یک بیننده اردو شبکه، در کجای کتاب منهاج السنه همچین حرفی رو ابن تیمیه زده؟ الان خط مشی برنامه شما ابن تیمیه تو شبکه ولایت، شما با خودتون چندی. این جواب سوال من نبود خواهر گرامی، جواب سوال من رو بدید. خط مشی آقای ابن تیمیه مشخصه. وقتی خدا را مثل یهود تجسیم میدونن، وقتی خدا را انسانوار مثل یهود میبینن، دیگه در مورد ایشون چی میشه گفت؟ مثلا در کجا همچین حرفی زده ابن تیمیه؟ همون جایی که روایت شاب امرد داریم و ایشون تصحیح میکنه. کدوم کتاب کدام جلد؟ من آدرساشو ندارم. پس دروغ نگید. پس دروغ نگید. همون روایت شاب امرد شما دروغ نگید. ابن تیمیه به همچین عقیده ای نیست. دروغ نگید. ابن تیمیه تجسیم قبول داشته. در کدوم جلد، در کدوم صفحه، کدوم کتاب؟ چرا دروغ میگید؟ در کدوم کتاب، در کدوم جلد، کدوم صفحه؟ شما همون مجموعه فتاوای آقای ابن تیمیه. شما دروغ میگید من باید دلیلشو بیارم؟ شما دروغ میگید من باید دلیل بیارم برای شما؟ آقای انصاری، دقیقاً عقایدی که آقای ابن تیمیه وارد عقیده اهل خواهر گرامی ببینید خواهر گرامی چرا دروغ میگید؟ از برای خدا والله شب اولی که در قبر میگذارند 2 ملک میان از همین دروغات ازت میپرسن، از همین توهینات ازت میپرسن. شما رفتی همین دروغا رو از شبکه ولایت شنیدی، الان داری اینجا تکرار میکنی. من میگم تحدی میکنم که 1 جلد صفحه از کتب ابن تیمیه بیار که ایشون قائل به تجسیم بوده. شما میگی که الان نمیتونم رفرنس بدم. خب نشون میده که شما داری دروغ میگی. امرد دارین توی کتاباتون. خدا بابا جان جواب من رو بده. خب در کدوم جلد، در کدوم صفحه، در کدوم کتاب؟ من الان روایتشو در دسترس ندارم. تشکر میکنم هر موقعی که روایت ها رو در دسترس داشتید زنگ بزنید صحبت میکنیم ان شاء الله. امیدوارم فرصت میدم. من قطع نکردم. شما هنوزم مثل دفعه پیش که اجازه ندارید سوالم بپرسم. شما این دفعه سومی است که اومدید خواهرم، این دفعه سومی است که اومدید دروغ گفتید، ما بلاک کردیم شمارتون رو. بله دفعه پیش 3 هفته پیش آخرین تماسی که داشتم. چطور باز شدید؟ حالا که بلاک شدید چطور باز شدید؟ الان با یه خط دیگه تماس گرفتم.
احمد جان شماره ایشون بلاک شده؟ ببینید خانم محترم، شما اوپن هستید از اول تا الان شماره کسی بلاک نکرده؟ نه خطم بلاک بود. بلاک نیست. خب الان دروغ گفتید، الان اومدید به ابن تیمیه دروغ بستید. من مدرک میخوام، خودتون رو میزنید به کوچه حسن چپ. آقای محترم، شما از کسی دارین دفاع میکنید که مذاهب اهل سنت رو به گند کشیده دیگه. بهتر از این میتونم بگم. تشکر میکنم. تشکر از شما. حرف منطقی دیگری برای گفتن دارید؟ آقای محترم، شما برین عقاید یهودا بخونید بذارید کنار عقاید ابن تیمیه. همین چیزایی که من میگم رو برداشت میکنید. چشم حتما این کار رو خواهیم. شما برید مدرک بیارید. خوبه؟ ببخشید آقای انصاری، از اول برنامه در برنامه شما رو میبینم بدون دلیل و مدرک. خیلی لطف میکنید. بحث‌های مهمی که کارشناسان شبکه ولایت باز کردن رو جواب نمیدید. خب چرا اخراجشون کردن؟ اگر این بحثا مهم بود، اگر حرف منطقی بود، اگر تلبیس نکردن، اگر خیانت نکردن، اگر دروغ نگفتن، اگر توهین نکردن، چرا اخراجشون کردن؟ آقای انصاری جواب اگر میخوای بگیری با خودشون صحبت کن. رفتی کامنت‌های ارزا رو گذاشتی. شما دارید از اونا دفاع میکنید. من که تو برنامه زنده قزوینی 45 دقیقه زنگ زدم وصل نکردن. آقای محترم، ممکنه نفر با آیدی فیک بیاد تو این اینستاگرام. تشکر. میگن قافیه چو تنگایت این خانوم به جفنگایت. شما وقتی که دفاع میکنید از کسی، خب 4 تا حرف منطقی باید داشته باشید در موردش بزنید. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اعصاب ما رو خورد کردی آقای انصاری. استغفر الله و اتوب الیه. آقای انصاری خوبی؟ الحمدلله. الحمدلله، سلامت باشید. آقای انصاری به خدا از دست عصبانیم. 100 بار بهت گفتیم اون برای نسبت تمام برادران ترک خودمون، اون ترکی که اول زنگ زد دست چپ را حرف زدنش بلد نیست. شما میدونید اون داره وقت میگیره. بابا به قول شما اینا برای کسی 1 ماه عزاداری میکنن که نشست دختر پیغمبر رو زدن. آخه بگو بی شرف برای کی عزاداری میکنی؟ برای کسی که دختر پیغمبر نشست انداخت لای کتک، در صورتی که به قول فرمایش شما اون علی اوناست ها. درست. من میگم اون علی که نشست دختر پیغمبر رو زدن بی غیرت بی شرف هیچی نداره. حالا اون کدوم علی معلوم نیست. البته علی واقعیه که شما فرمید فاتح خیبر اون چیز دیگه است. اون عمری هم که زد دختر پیغمبر رو اونم مثل اون بی غیرت بوده. بی شبه اون کدوم عمره کدوم علی معلوم نیست. اگر نه حضرت عمر چنین کاری نمی‌کرد که ما میشناسیمش. حضرت علی فاتح خیبر شیر شیران همچین این که اینا میگن نیست. این علی کسی دیگه است، این حضرت عمر کسی دیگه است. این علی و عمری که اونا میگن. حالا نمیدونم حالا اونا چی. من شما میدونی داره وقتی میگیره آقای انصاری. خود 1 ساعت نشستیم اینجا هنگه عثمان کسی رفته من همسه نمینم دیشاسته زدنیست. حالا جواب اون که نتونسته از این تبیل بلکه اون یه تبیل دیگه خیلی درست نیست که به خود اصلا یارم رفت آقای انصاری چی میخواسته بگم. چند بار الان داریم بهت میگیم شما میدونی اینا دارن از این شاخه به اون شاخه میکنن دارن تپه میرن. والا به قرآن اون قبله بیشور قبول آقای انصاری نمیدونم اصلا به خدا فراموش کردم چی میخواستم بگم انقدر عصبانی شدم. شما میدونی یه روز بی خودی در وقت برنامه رو میگیره عثمان رفت اونجا رفت اون زده نمیدونم اون زده هرچی هم گفته به زن خودش گفته به ناموس خودش گفته اگه تو اینم کرده. الله نستعان. قربون حضرت علی خودمون برم شیر شیران که کسی جرأت نمیکرد به حضرت فاطمه چپ نگاه کنه. قربون اون حضرت عمر برم
واقعا یه پای اسلام بوده. من نمیدونم ولی به خدا اصلا رو فراموش کردم. این خواهرمونم که الان زنگ زده در قضیه دفاع میکنه نمیدونم. آقای انصاری میگین که شما اشتباه شماست که نمیشه. آقا چرا انقدر میگی سیغه حرامه؟ نزن این حرفو بابا جان من، نزن. سیغه رو حلال کن، حرف چیزی دیگه هم نشنوی. گوش کردید؟ این سیغه حرامه پرخاشگری میکنن به دیگه. آقای قزوینی میگفت حلاله، شما هم میگه حلاله دیگه، حرامش دیگه به پرخاشگری میکنن. ولی اصلا من باشه هفته دیگه زنگ بزنم، اصلا یادم رفت نمیدونم چی میخواستم بگم. یه قرآن ارزان هم دوباره بیان وقت برنامه بگیرن، شما دوباره یه رو فرصت میگی. درست. این شما میگی نره اون میگی بدوش. حالا یادم کم حرف زدن که بلد نبود. حضرت عثمان داره میگه، نمیدونم به خود چی میگم، فقط اینقدر بگم حضرت علی علیه السلام شیر شیران، قاطع خیبر، کسی دیگه است. اون علی واقعی ماه، حضرت عمر ماه، حضرت فاطمه ماه، اینا مال اوناست. آخه میشه من میخوام از اون چرکه یه سوال بپرسم، کسی که دختر پیغمبر رو زیر کتک بندازه چون ابله نفهم چرکه بیلمست چی بهش میگی؟ میگی با غیرت؟ میگی انسان؟ میخوام بگم اون به همچه آدم که دختر پیغمبر رو بشینه بزنن نگاه کنه چی لقبی بهش میگه؟ البته میگم اون علی اوناست، علی ما یکی دیگه است. بالاخره آقای عزیزی قربونت برم، عصبانی شدم از وقت اصلا حرفم یادم در ما پیرمرد ما با ما نه این تویین کنیم به کسی، اینا پول میدن میخرن. شما هم که اصلا ما خراب کرده حرف ما فراموشی میگیریم. من عذرخواهی میکنم از شما آقا محمد بزرگوار. متعر حلال کن دیگه، متعر حلال کن دیگه، چیزی نمیشتوی. قربون تو احمد جانم برم، هفته دیگه یادم بیاد چی گفتم. خداحافظ، قربونت برم. سلامت باشید. تشکر از شما. من فقط یک نکته رو اصلاح بکنم. من از همه عزیزان ترک زبان معذرت خواهی میکنم. خب ایشون عصبانی بودن، اگر کلمه از ایشون به زبانشون جاری شد در شاید که توهین محسوب بشه به عزیزان ترکمون، من از بابت این کلمه معذرت خواهی میکنم و الله سبحانه و تعالی سر تقصیرات همه ما بگذره. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید استاد گرامی. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. استاد خیلی دوستتون داره، میخوام تشکر کنم از شما و از همه کارمندان شبکه وصال حق. شماها مجاهدین در راه حق هستین. ما مردم تاجیک الحمدلله چهره کثیف این آخوندها را خوب شناختیم. درباره آقای قزوینی گفتنی هستم که او را نیز خوب شناختیم. او یک چوپون دروغگو است. شکر الله قزوینی و شاگردان آن را از شبکه اخراج نمودند. الحمدلله. در آخر گفتنی هستم که مردم شریف ایران فریب این آخوندها را نخورید. امام زمانی وجود ندارد. امام زمان اینها همان مسیح دجال است که انتظار ظهور او هستند. تشکر زیاد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از برادر عزیزمون از تاجیکستان. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری نادریستون شما را از بسیار زحمت میتم. بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری میخواستم یک موضوع رو بگم که برنامه شما برنامه برای افراد اشخاصی که قصد هدایت دارن. درست. اگر متوجه باشین معمولا در برنامه شما و کلمه و بعض برنامه های توحیدی دیگه یک تعداد افراد انگشت شمار معمولا همی افراد زنگ میزنن، همی اشخاص زنگ میزنن و امواره هم یک سوال مطرح میکنن. یعنی این به این مفهوم است که الحمدلله مردم هوشیار و با فهم ایران این به این مفهوم است که رو به هدایت میرن و هدایت میشن انشاءالله تعالی
به خاطر که ما که میبینیم همیشه چند تعداد از افراد بسیار محدود انگشتشمار امارا زنگ میزنن، یا مزاحم میشن و یا بعضی سوالات دارن. خب به هر صورت مطرح بحث میکنن موضوعات هست. و هدف دومیش آقای انصاری که صحابه کرام برای ما مسلمان ها اینها الگو بودن. اگر احیانا علی، حضرت علی، البته که حضرت علی را اونا معرفی میکنن او اصلا وجود نداره، وجود خارجی اصلا نداره. ما چگونه الگو بگیریم از حضرت علی که نتوانست از ناموسش دفاع کنه؟ معمولا صحابه که آمدن به خاطر ما باید گناه را از لحاظ عقیدتی، از لحاظ فیزیکی، از لحاظ شهامت و غیرت باید الگوی خود قرار بدیم. اما متاسفانه حضرت علی که اونا برای ما معرفی میکنن از اون ما شلوغ گرفتن نمیتونیم. در هر جای ترسیده، در هر جای شکست خورده. در یکی از برنامه های علایاری یکی از روایت ها را گفت که حضرت علی با کدام مناقشه کرد، شمشیر خود کشید که بر زمین بزنه. تازه جبرائیل هم برش نازل میشد، جبرائیل دستش گرفت گفتوش که در زمین نزنی که زمین از هم متلاشی میشه. درست. شما فکر کنین که با این وضعیت حضرت علی نتوانست که از بیبی فاطمه زهرا دفاع کنه. ما امیدوار هستیم که برادران اهل تشیع ما که تعدادشان اشخاص بسیار خوب هستند، از لحاظ اخلاقی متاسفانه که اینا تحت تاثیر عقاید پوچ و خام آخوندهای شیعه رفتن. امیدوار هستیم که هدایت شوند. ما نمیگیم بیاین سنی شوند. اصلا موضوع سنی بودن و شیعه بودن مطرح نیست. هدایت شوند، اسلام حقیقی را بپذیرند طبق روایات. باور کنید روایت های از اینا اکثرا با امی داستان های کودکانه میمونه آقای انصاری و با یک داستان های فانتاستیک میمونه. فیلم های فانتاستیک که ما که میبینم داستان های از یا روایت های از یا احادیث از یا شما که مجسم کنین پیشتان که با فیلم های فانتاستیک و هالیوود و بالیوود میمونه، اضافه تر از انسان از اون چیز برداشت نمیتونه. درست. ما امیدوارشم که در آخر وقتتان نمیگیرم در شما بسیار خوش دارم که زیادتر مخاطبات این برنامه مخالفین در این برنامه به تماس شوند، به خاطر که اونا سوالایی که دارن، شبهات که دارن مطرح کنند و خداوند مهربان است که در اثر می نشر برنامه شما اونا هدایت شوند. وقتتان زیاد نمیگیریم. یک جان از شما تشکر آقای انصاری، شبتان بخیر. خدا الله متعالستان کنه. تشکر از شما. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب انصاری، حال شما؟ سلامت باشید. من تماس گرفتم خدمتتون که بگم که این خانومی که از اصفهان تماس گرفته بود، من فقط یک سواله. اولا آقای قزوینی اینقدر بی‌سواد، بدبخته که تو کتابای اهل تسنن نرفته تحقیق کنه. من 10 ساله که محقق دین هستم و الحمدلله که راه قرآن و سنت رو پی گرفتم و دین واقعی را پیدا کردم و الحمدلله که خود خانواده‌ام و نزدیک 1000 نفر از طریق من هدایت شدن. من یک مثال بزنم. الله اکبر. من دیروز داشتم چرمی رفتم، دیدم توی تعویض روغنی یک نفر داره نماز میخونه روی کارتون روغنی. پیاده شدم بعدم گفتم آقا تو این نماز میخونی؟ جوان 23 ساله بود. چرا اشتباه میری؟ گفت که تو گفتم خب شما اگه روغن به جایی که برید تو موتور ماشین برید یادش چی میشه؟ گفت خراب میشه. گفتم ما این نماز 3 وقت هم نداریم آقا. خود آقا یه 10 دقیقه باهاش صحبت کردم. خدا بچری برگشت گفت حاجی من این مسجد روبرو 10 سال مرید این آخوندم، تو 10 دقیقه دین من از خراب کردی. یعنی چی؟ 2-3 تا کتابای 4 تا از آیت الله برقی تابع قرآن بسردن، انسان عاقل دارن، اسلام نابدون و خرافات دادن. خداوکیل امشب تماس گرفت اصلا این چیزی که تو گفتی دین بوده. این آیه قزوینی بی شعور اگر میفهمی خب الان باید خودش میفهمی که این کارش اشتباهه. من یک سوال خانم میکنم، آیا امشب حاضری صیغه من بشی؟ همین امشب فقط صیغه من یا تو صیغه قزوینی هستی؟ اگر تو شعور داشتی هیچ اهانتی بالاتر از این برای زن نیست که هر در بغل یک مرد خوابه. خانم احمق اینو بفهم. کی قراره بفهمی؟ تو که زنگ میزنی میگه حضرت علی فلان بی شعور، حضرت علی لقب کی بود؟ پیر خدا بود. من خودم تو 30 سال باید دعوا دستگاهی نبودم، الان 10 ساله که هدایت کردن و راه درست رو دارم میرم. بفهمی. کی قراره بفهمی؟ تا کی میخواید به خریت خودتون ادامه بدید؟ از این طرف میگید علی شیر خدا، بعد اون از این طرف میگید اومد زنه که زد داغون کرد، بعد علی ساکت نشست. خب خاص تو سر تو اگر اون علی رو میپرستی و قبول داری. ما اون علی یا قبول داریم که هیچ وقت زیر بار ظلم نمیرفت. چرا مشاور حضرت علی، حضرت عمر بود؟ چرا مشاور حضرت ابوبکر بود؟ از این افضل‌تر داشتیم
چرا دخترش داد به حضرت علی؟ خب اگر ایشون دشمن زنش بود چرا اون به پسود عقد بدرد؟ این که تو روایتش شیعه نوشته شده. من 10 سال محققم، تمام کتابا شیعه و سنی رو خوندم. چی میخواید بگید؟ میخواید بگید دروغه؟ 100 تا روایت میارید. یک سوال من خودم میگم که توی سازمان‌ها اینا کار کردم. چرا تا سال 71 اون سررسیدی که ما میدادید توش می‌نوشتید وفات حضرت فاطمه و یک روز تعطیل بود؟ چطور سال 72 شد شهادت شد 2 تا دهه شد؟ چرا نمیخواید بفهمید؟ واقعا اینقدر انسان نیست صحابه رو داشته باشه خاص بر اون سر کسی که در خلاف آیات قرآن صحبت کنه. در چندین آیه قرآن به اون راضی شده است، خدا مسئول راضی اند. و شما وقتی میگید آیه قزوینی شما اگه بعد از 30 سال 23 سال بگن آقا رفیقات نابابن آب سر میخوره و میگه که آقا من اشتباه نمیدم، بعد میگه که پیامبر نفهمیدید که یارو اطرافش کام کنه، یعنی نتونسته 4 تا رفیق دوست درست داشته باشه، 4 تا صحابه درست باشه که برمیگردید دیگه صحبت کنید. من برای اینو متاسفم واقعا، برای بخصوص این خانم بیشعوره. این خانم بیشعور زنگ میزنه و اگر تو همون یا تو میگن خانم زنگ میزنه یا صیغه قزوینی است یا اگر میگی یا صیغه من شه، من یه توبه میکنم بعدش میگم خدا من غلط کردم و یکم صیغه کردم، باید خجالت بکشید برید شرم کنید. من حاضرم آیه قزوینی رو تو 3 ثانیه محکومش کنم. هر کسی یک دروغ به قرآن ببنده کافره. سیفه خم من دون الله چند تا از قرآن بخوای بگی که اینا کافر است میشن. نمیدونم مالتون رو دارن میبرن به اسم خم، ناموستون رو به اسم صیغه میبرن، غیر خدا رو آوردن تو خونتون و بازم نخواهید فهمید. و یعنی اینقدر تعصب ایجاد دارید ان شاء الله که اگر خدا قابل هدایتتون کنه، اگر میشید واقعا خداوند نیست و نابودتون کنه. این شبکه‌های توحیدی شب و روز دارن برای ما زحمت میکشن، دارن دونه دونه این احادیث رو میارن جلوی تلویزیون نشونتون میدن. این قراره بفهمید، آیات قرآن نشونتون میدن، باز نمیفهمید. از خداوند نمیذاره که شما بفهمید. مغرضید، انسان‌های مغرض نخواهند فهمید. وگرنه یک تعویض روغنی 10 دقیقه یک جوان 7 ساله وقتی باش صحبت کنید چرا در جواب بفهمه؟ این قلب پاکی داره و تعصب بیجا نداره. ما تعصب داری خانم، شما رضایی اون همین که زنگ میزنید شما شناخته شده هستید برای مردم. این شبکات ما رو کسایی که به خداوند میخوان وصل بشن، نه به شما که میخوان غیر الله خدا رو بیاید تو خونتون وصل بشید. پس زنگ هم نزنید، برید به همون شبکه قزوینی زنگ بزنید که خودش انقدر نادانه و دوم بشه گرفتن انداختنش بیرون. اینقدر گوسفند بود این قزوینی، واقعا آدم گوسفند میندازن بیرون و شوتش کردن بیرون. خود مکارم شیرازی هم از این خودش نیومد هستن. من ممنونم از برنامه خوبتون، ان شاءالله که موفق و مؤید باشید. به خدا میسپارمتون، خیلی خوشحال شدم. زنده باشید، قربانش سلامت باشید. الله متعارف کنه. تشکر از شما. من چند روز قبل دوست یک کاریکاتوری فرستاده بود، چون به شکل توهین هست تصویر کشیدن حضرت علی و حضرت عمر و حضرت فاطمه. اما تصویر خیلی جالب بود. یعنی خب اینا مجبور کردن که مردم این تصویر ذهنی داشته باشن. یه اتاقی است، حضرت علی نشسته، یه کاسه پفک هم دستش داره میخوره، داره تلویزیون نگاه میکنه. عمر هم یک چوب آتیش دستش اومده پشت در، حضرت فاطمه هم جلوی در وایستاده و این آتش به قسمت‌هایی از در و ضرباتی هم به بدن ایشون اصابت کرده. این تصویر ذهنی شیعیان شده. چرا شیعه داره مسیحی میشه، بیدین میشه، زردشتی میشه؟ چون تصویر یک طرف حضرت علی شجاع، حضرت علی با غیرت، حضرت علی فلان، حضرت فلان، لگدش تا اونجا میرسه، دستش تا اونجا میرسه، کمانش اژدهار میشه، برای میزاب عباس، ناودان عباس همه دنیا رو حاضر بکشه. اینجا پفک دستش نشسته جلوی تلویزیون داره کارتون میبینه و زنش رفته در رو باز کرده و به دست عمر. این تصویر ذهنی که یک شیعه برام فرستاده بود، قابل پخش نیست و الا من نشون میدادم در اینجا. و شما خودتون دارید توهین میکنید. الان مردم به سطح بیداری رسیدن که درک بکنن، حق و باطل رو بشناسن. طرف میخواد خودش رو بکشه، از دروغ کلینی دفاع بکنه و حضرت علی متهم بشه، اما خدا نکنه کلینی متهم بشه، مجلسی متهم بشه، شیخ مفید متهم بشه. چون اگر اونها رو متهم کردن، همه این خزعبلات و دین باطلی که اینها درست کردن از طریق همینا رسیده بهشون. این اعتقاد علی و اولاد علی و رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله نبوده و این اعتقاد مغایر با قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بله. الو سلام آقایان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خسته نباشید. ببخشید من یک لحظه صدای شما قطع بودم، فکر کردم قطع شده. آقای انصاری خودتون معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ بعد من امیر هستم، از ایران تماس میگیرم قربان. آقا امیر، آیت الله قزوینی و دار و دستش چرا شبکه ولایت اخراج شدن؟ دلیلشو میتونید بگید؟ بله ببینید آقای انصاری، خدمت شما عرض شود که این موضوع من رو یاد این قضیه افتاد که چند وقت پیش یکی اومد توی برنامه شما و به شما ایراد گرفت، گفتش که آره یه سوالی کرده بودید در مورد اینکه این بالاخره شیعیان به خلفا و حضرت عایشه توهین میکنن و این چیزها. خدمت شما آقا امیر، جواب من این نیست. شما مستقیما سوال من رو پاسخ بدید، بعد از اون اگر مطلب دیگری دارید با هم میشنیم. قزوینی و دار و دستش چرا شبکه ولایت اخراج شدن؟ میخوام بگم که شما در اون برنامه مثل که این کسایی که از طویله ولایت زنگ میزنن فارسی هم سرشون نمیشه، فارسی صحبت میکنن فارسی نمیفهمن، تعجب میکنن. بابا اینا رو علاج بکنید، این که ساندیس خورای ولایت فقیه رو، اینا رو بفرستید پیش حاج سعید طوسی، یک مدتی اونجا تشریف داشته باشن، میشه که یه چیز حالیشون بشه. بابا من دارم حتی سوال میپرسم، میگی تو توی برنامه فلان چیز گفته بودی. سبحان الله جل الخالق. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. بفرمایید. محمد هستم. آقا محمد عزیز بفرمایید. بله. بفرمایید، صداتون داره پخش میشه، فقط صدا تلویزیونتون رو ببندید. باشه. الو، بفرمایید. سلام آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. خسته نباشید. چشم. آقای انصاری بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید. این مشکلی است که متاسفانه بعد دوستانمون دارن، صدای تلویزیون رو که نوندید این مشکل ایجاد میشه. شما با چند ثانیه تاخیر صدای من رو از طریق تلویزیون میشنید. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام و رحمت الله. استاد انصاری حالتون خوبه؟ سلامت باشید، تشکر از شما. محمد کریمی هم از دبی دارم زنگ میزنم. بفرمایید آقا محمد. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنفتم و واقعا یه چیزی که واقعیت داره، حرفاتون، صحبتاتون واقعا به دل میشینه. خیلی خوشحالیم که آدمی مثل شما رو داریم که خدمت میکنه واسه دین اسلام. یه صحبتی میخواستم بکنم در مورد یکی از برنامه هاتون، در مورد برنامه قلب آسیا. من حقیقتا این مولوی مجیب الرحمن انصاری رو خیلی دوست دارم، ولی خب یه صحبتایی کردن توی فکر کنم 2-3 جلسه قبل، گفتن که انتقاد کردن از ریاست جمهوری، گفتن که ایشون قدرت رو انحصار کرده و معاون اول رئیس جمهور مثلا دوستم چرا برکنار کرد. حالا مثلا دوستم میخوام همین رو بپرسم، دوستم مثلا آدمی بود که 15,000 تا جوون پشتو زبون رو توی دشلیلی به شهادت رسوند. یا از استاد عطا میخوام بدونم کسی که واقعا مجاهد باشه باید واسه دین اسلام باید خدمت کنه، از اسم جهاد و اینا تو استفاده نکنه. خب ایشون یک والیه، والی حساب کن، والی یعنی استاندار، یه استاندار ساده بالغ بر 15 میلیارد دلار پول نقد داخل حسابشه، 2 تا جزیره تو ترکیه خریده. خب این با عقل جور در نمیاد. یا مثلا ظاهر قدیر، ایشون گفتن که ایشون مثلا مافیای مواد مخدره، یا مثلا آقای ژنرال رازق رو گفتن که ایشون رو چرا دارن برکنار میکنن و از این حرفا. ایشون هم از مافیا بندر هست اونجا، به حساب مافیای مواد مخدر هست. میخوام بدونم چرا ایشون این صحبت ها رو کردن. باشه، در این مورد صحبت میکنم آقای کریمی، در این مورد صحبت زنده خدا نگهدارت. در این که عطا محمد نور، جنرال دوستم، اینها همون جنایتکارایی هستند که بعد از پایان جهاد و شروع جنگ‌های داخلی برای رسیدن به قدرت از هیچ جرم و جنایتی دریغ نکردن. این واقعیتی است که بر هیچ کس پوشیده نیست. کسی که
شاید $1000 هم نداشت. در مصاحبه‌ای که در BBC داره خودش اعتراف میکنه که 6 میلیون دلارشو دارم. اینو که خودش اعتراف کرده. حالا اون چیزایی که یک دادگاهی در افغانستان باید بیاد بپرسه که آقای نور شما این 6 میلیون از کجا آوردی؟ طرف یک عمر جنرال بوده در ارتش، یک عمر معلم بوده، یک عمر تاجر بوده، امروز 1 میلیون دلار نتونسته که سرهم بکنه. شما 6 میلیون از کجا آوردی؟ این کانال های تلویزیونی، شهرک ها، پول هایی که از این ور اون ور به جیب زدید، این از کجا آوردید؟ متاسفانه مشکل در ملت افغانستان است که دیروز همینها عطا محمد نور انقدرش داشت تا نافش. دوران ابتدایی بود که من دیده بودمش در پاکستان، انقدرش داشت تا نافش. آمریکایی‌ها که اومدن ریش تراشید. سر تقسیم قدرت با باداران آمریکاییش و با شریکان دزدهای شریک با خودش در دزدی ملت جور نیومدن، مشکل ایجاد شد بینشون در تقسیم قدرت. به خاطر خدا و رسول نه، فی ثانیه ریش گذاشت، عمامه به سر زد، آهای جهاد، آهای من مجاهدم. تا کی میخواید فریب کسایی رو بخورید که به نام دین و جهاد و مجاهد با تغییر قیافه‌هاشون از شما سوء استفاده میکنن؟ و این در طول تاریخ بوده. اینا امین خائنین و دین فروشا هستن که من در چند برنامه‌ای گفتم، از رهبراشون گرفته تا همین فرماندهاشون. روی سخن من با مجاهدین واقعی نیست که در مقابل روس‌ها جنگیدن. الله سبحانه و تعالی که شهید شدن شهادتشون رو قبول کنه، اونایی که جهاد کردن الله متعال جهادشون رو قبول بکنه. و امروز اونها در به در، خاک به سر، در گوشه تنهایی، اجرشان در نزد الله سبحانه و تعالی محفوظ. بعضیشون جان میدن و بعضیشون مشغول کار و زندگی و کسب درآمد هستن برای امرار معاش زندگیشون. اما اینها تاجرات، اینا تاجرن، به نام دین، به نام جهاد تجارت کردن. اینا کسایی هستن که افغانستان رو به غرب و به صلیبی‌ها و به آمریکا فروختن در کنفرانس بن. بعد از اون هم آمریکا اومد توسط افراد خودش تک تک پدر همشون رو در آورد، تک تک همشون رو زد و نوبت این رسیده الان. و دید که داره همه چیز از دستش میره، شروع کرد به اسم جهاد و مجاهد مردم رو فریب دادن. اما الحمدلله هنوز هستن انسان‌های بیداری که میشناسن اینا رو. اشرف غنی و عطا محمد نور سگ زرد برادر شغالن، اینا با هم دیگه فرقی ندارن، همشون از یک جا دستور میگیرن. من در مورد برنامه‌ای که اجرا کردن در مورد ایشون، این تصویر رو نشون بده احمد جان. آنچه که در این برنامه گفته شده بیشتر مسائل سیاسی بوده، یعنی مسائل ما در مورد قضیه‌ای که ایشون مسائل اعتقادی و شخصیت ایشون صحبت نشده در برنامه، مسائل سیاسی بوده. در زدوبندهای سیاسی اینها این دزد با اون دزد سر یک مسئله اتفاق کرده بودن که حکومت مشترکی تشکیل بدن، یا به قول کابلیا عین و غین با هم دیگه اتفاق کرده بودن. یک طرف اومد خیانت کرد و طرف دیگر رو میخواد حذف بکنه، دوستم رو حذف کردن، این رو حذف کردن، اون رو حذف کردن، میخوان. اینا بازی سیاسی است. اینا دقیقاً قضیه عطا محمد نور و اینا مثلا قضیه قزوینی و دار و دستش است. اینا به خاطر دنیا نیست که حذف میشن و به خاطر دنیا هم نیامدن. این تصویرش از حالا نمیدونم دوستان میتونن پخش کنن. این دوران جهاد، تصویر سمت راست، این دورانی که بعد از اینکه آمریکایی‌ها اومدن. اینا حاضرن دین، شرافت، قیافه، همه چیز خودشون رو بفروشن به خاطر به قدرت رسیدن. سگ زرد برادر شغال است، هیچ فرقی هم نداره. اینجا با همون محققی که رفت از فاطمیون دفاع کرد، از جنایتکارهای رافضی در سوریه دفاع کرد، با اون رفته، اصلا کلا با هم رفتن ائتلاف کردن. اینها در دستشون توی یک کاسه است. و جنایت‌های اینها و جنایت‌های دوستم رو کسی فراموش نمی‌کنه. اینا دین فروش‌ها و تن فروش‌هایی هستن که به خاطر قدرت حاضرن هر چیزی رو فدا بکنن. و اگر در اون برنامه طرفداری شده از شخصی، از گروهی، از حزبی، این
دیدگاه شبکه جهانی وصال حق نیست و مسئولین شبکه با این دیدگاه موافق نیستن. نظر شخصی گوینده است، هر کسی که میخواد باشه و ما یعنی با همه صحبت هایی که در برنامه ها میشه از طرف کارشناس ها و مهمانانی که در برنامه هستن 100% موافق نیستیم. منتها از باب آزادی بیان ایشون نظراتشون رو مطرح کردن و بیننده هم مخالفین اومدن زنگ زدن صحبت کردن، در یک فضای آزادی بود و این به این معنی نیست که وصال حق از شخصی یا گروهی یا حزبی دفاع میکنه. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. برنامه وصال حقه؟ وصال حقه. خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ بنده علیزاده هستم از یزد. بفرمایید آقای علیزاده. صدای شما داره پخش میشه. بله بفرمایید. از وجودتون که شما سوال دلیل شکست این شبکه قزوینی ها و اینها. بله. این دلیل اصلا دلایل متعددی داره. این مسائل بانکی و به اصطلاح که درونی و اینا که خودشون داره. به نظر اصل قضیه خلاصش من بهتون بگم خاطر افشاگری های شبکه های شما و در اصل صحبت هایی که اینا کردن نقد کردید کلیپاشو نشون دادید محتوای فکری اینا رو نشون داد. خب چند تا بزرگتر هم مثل همون عددی که میخواست محاسبه کنه نمونش و علت این که باعث که به اختلافات اینا بالا بگیره و بالاخره اینا و اصلش هم به خاطر اینکه اصلا این تفکر شیعه‌گری که اینا داره الان فرض کنید الان یارو قبلا زنگ زده بود یا اون خانم زنگ زده بود صحبت میگه شما فکر نکنید که مراجع و واعظای بالاتر از اینا بهترن. نه همشون همینن. طرز فکر اینا جوری هستش که علی رو معرفی میکنن که یه جایی چنون شجاع و شده جمون باید بده تو پیاده رو، ولی یه جایی هم میاد فرض کنید به خونه‌اش که حمله میکنن بزرگترین هنرش اینه که فرض کنید تو آشپزخونه میشینه گریه میکنه. بعدش میاد خب زنش هم که ازش دفاع کرده خون اونم میزنن میندازن و فکر به جنین میکنن فلان. بعدش میاد تو آشپزخونه واسه دستگیرش کنن دستا به دستی برش میرن. این علی به درد ما میخوره. و در واقع این شبکه‌های شما من یادم نمیره اولین تماسی که من گرفتم و اولین برنامه‌ای که مثلا شبکه میذارم نور الان هست فکر می‌کنم واقعا نور بود و نور هدایت رو در ذهن ما و بسیاری از مردم روشن کرد. الحمدلله. این شبکه نور که در حدود 6 سال 7 سال پیش اولین بارم آقای به نام کلباس صحبت کردن و افکار و اخلاق ایشون خیلی پسند نمی‌شد و این خود باعث شد که این تحقیق و مطالعه و پرورشی و اصلا دین من اصلا یه جوری که من واقعا دین خودم راضی نبودم، اصلا دین اسلام راضی نبودم. خیلی دین اسلام همینه، ولی بعدا متوجه شدم که نه دین اسلام چیزیه. این مثل مورد بشریت فلسطین وارونه‌ای به ما نشون دادن، اصل دین نیست و باعث شد که به اصطلاح برم تحقیق کنم در این مورد. ناچار شدم برم این صحبتی که الان با شما میکنن من با وقت حضوری داشتم حالا شانس که تلویزیونه اینا وقت اصلا یهو با آدم درگیر میشن که چرا اصلا براشون وحشتناکی حرفشون قبول نکنید. هر چی ما منطقی صحبت می‌کنیم عزیز من شما بشین مطالعه کن. حالا خوشبختانه دیگه جوان‌ها فکرشون باز شده، این شبکه‌های اجتماعی چیزهای موبایل که به اصطلاح اطلاعات هم میدن اینا خود به خود باعث شده که جوان‌ها بفهمن خیلی جاها ازش اتهام میکنن. مثلا گاهی وقتا یهو میخوان آدم حمله کنن بزنن که چرا اینجوری صحبت میکنه، این مرجع اینجوری گفته، آقا اینجوری گفته. سلام میگه عزیزی من آقا گفته شما برو با عقل خود مطابقت کن. خود پیغمبر اسلام وقتی صحبت میکنه خود قرآن وقتی که دستور میده انسان رو تشویق میکنه به راهنمایی میکنه به یتفکرون تعقلون عقلتون رو به کار بندازید فکر کنید اینا سلام چشم و گوش بسته قبول نکنید. این همون راهی است که خوشبختانه شما هم الان تو این شبکه‌ها این راه رو برای همه باز می‌ذارید و به همه راهنمایی می‌کنید فکر کنن عقلشون رو به کار بندازن. یه مقداری از این جوهره فکری که خداوند این نعمت ارزشمندی که به انسان داده و بزرگترین نعمتش برای بشر هستش از این استفاده کنن و باعث بشه که خود به خود تو جامعه ارزش پیدا کنن و ارزش انسانی خودشون اختلافی که با سایر موجودات با حیوانات انسان داره در اینجا با فکرشون روشن میشه مشخص. درست کاملا. و این برنامه‌های شما بسیار خوبه و شبکه‌هایی که هستش من همشون رو قبول دارم و
هر وقت بتونم نگاه میکنم و از اطلاعاتتون استفاده میکنم. امیدوارم که خداوند به شما اجر بده و همه کسانی که در شبکه‌های مختلف، در شبکه‌های نور و وصال و حتی توحید، آقای ملازمه ما وقت از اطلاعاتشون استفاده میکنم. خدا همتون توفیق بده. از شما تشکر میکنم. امیدوارم روز به روز بر توفیقات و راهنمایی‌هایی که شما میکنید افزوده بشه و بتونید جامعه رو راه راست هدایت کنید. تشکر میکنم. سلامت باشید. تشکر از شما. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. محمد هستم از ایران. بفرمایید آقا محمد. الو، سلام آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری، من به برادران اهل تشیع میگویم پیشوایان شما چنانچه برخلاف عقل و منطق و بر ضد آیه قرآن میگویند قرآن محرف است و قسمتی از قرآن را خلفا دزدیدند و قرآن کامل همان است که علی جمع‌آوری کرده که یدن بیت تسلیم امام زمان شده است که هنگام ظهور آن را ارائه خواهد داد و شما هم فوراً قبول میکنید و نمیپرسید. اگر این عنوان مقرون به صحت باشد پس دزد بزرگ العیاذ بالله علی است که تمام 30 جزء را از ملت اسلام خواه شیعه یا سنی دزدیده است و یدن بیت به سرداب رسانیده است و در آنجا پنهان کرده است. چرا نمیگویید اگر علی خدای نخواسته همسوکاری کرده باشد خیانت بزرگی به عالم اسلامیت کرده است که 2 میلیارد نفوس اسلامی را سرگشته و گمراه به کتاب ساخته است. حاشا و کلا، چگونه ممکن است از چنین شخص بزرگی که برای پیشرفت اسلام و سعادت مسلمین جانبازی میکرد چنین عمل غیر مشروعی صادر شود؟ ببخشید مزاحم شدم. تشکر از شما آقا محمد. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. آقای انصاری؟ بله بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آزاد هستم، از ایران زنگ میزنم. آقای انصاری. آقای آزاد. آقای آزاد، بفرمایید آقا آزاد. خیلی ازت ممنونم که جواب گندم شنیدیم. برادر آذری زبان داریم. بله بفرمایید آقا آزاد. بله بفرمایید، صداتون داره پخش میشه. ما که مجاهدان راه حق بودین اینطوری جواب باید شنیدیم. برادر آذری زبان داریم. سلامت باشید. تشکر از شما. انشاءالله خدا به راه حق برگردونید. آمین آمین. تشکر از شما. البته در پایان برنامه به طور آرویی که خیلی ممنون که این برنامه قشنگ رو برای مسلمین درست کردیم. سلامت باشید. تشکر از شما برادر. خدا شما را آمین. خدا شما را در بهشت قرار بده. آمین و شما را همچنان. تشکر ازتون. ببین ما کاری نداریم. التماس دعا داریم. تشکر از شما. خداحافظ. خدا نگهدارتون. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اول از زحمه کردن این موفقیت بزرگ برای خودت، برای شبکه وصال حق تبریک میگم. واقعا جای افتخار است انشاءالله تعالی که بیت بنیاد از یاد دار استادها از بین میره. استاد انصاری انشاءالله باذن الله. انشاءالله تعالی ایره برای تمام ملت غیر ایران و برای تمام مسلمین جهان، بخصوص برای شما که زحمت زیاد و به حساب و حوصله‌مندی و صبر و که خداوند ما را اجر پاداش زیاد بده دیگه تبریک میگم. بسیار زیاد خوش شدم. اگر استاد اجازه باشه در مورد همین مسائل افغانستان یادآوری کردین، اگر که صحبت‌هایتان قناعت بخش و سخن‌های حق را یاد آوردید، ما میخوایم یک چند کلمه را بگویم که دلم بسیار درد دارد. بفرمایید. در موضوع به حساب شرایط فعلی افغانستان، به خصوص سیاست افغانستان، به حساب به خصوص از دهه 70-71 که به حساب افغانستان
اگر که استاد انصاری یاد میخورد بودیم ما دعا میکنیم خدا مجاهدین پیروز بسازه و خداوند همت یک روز آوردن که اینا پیروز شدن. متاسفانه که دهه 70-71 افغانستان یا به خاک و خون و بدبختی و دربرری کشیدن به خاطر منفعت‌های شخصی و بازارهایشان بودن. امی بخصوص استادت‌ها که مجایش است که یادآوری کنم که امروز به خاطر قدرت چوکی که این به نام خدا و 14 سال میگه جهاد کنیم که شما مکتایتون نشان دادی با چیز کله و قیافه، امروز نه تنها که به خاطر قدرت به خاطر تجزیه افغانستان داره عمل کار میکنه. وقتی که استعفای دولت افغانستان داد استاچ اعلان کرد که نه والا ما به نام افغان نیستیم، حالا ما خراسانی هستیم. دیگه در اسلام خداوند عزوجل خودت استاد معلومات داری که اسلام کسایی که مسلمان از خداوند ما شما را با دین اسلام عزت داده. درست. این یا کسایی که مؤمن مسلمان است خداوند اینا را ما شما را با دین اسلام عزت داده که قوم پرستی، ملیت پرستی، زبان پرستی، حکم بازار و باداری و برده‌کاری را از بین برد. این خائنای ملت که به نام جهاد و به نام استفاده نام اسلام امروز همین استادتا در کتاب پشت در جنگ شما برید بخونه باور کنید بسته افغانستان امی استادتا دوستان محقق پیاف خلیلی هر سگ تو گورش کفته در 10 میلیون دلار یار امریکا خریده. امروز یا آمده قدرت طلب میکنه. دولت افغانستان و این رهبرای امروز دعوای جهاد افغانستان را یا کلش وطن فروش خیانتکار که کل ملت یارا میشناسه. امروز 4 نفر که در 4 بغلشان است اینا به خاطر یا علم ندارد یا به مو مثل امی مردمای اهل تشیعی که به حساب مردم عوام و بدبخت شد که معلومات نداره فریب از اینا را میخوره. دیگه واقعا جای شرم است برای اینا که جایش بود که استاد وقتتان بگیرم همین موضوع را یاد کنم که سال و سالا یار خداوند سرنگون بسازه که یا نام اسلام امی استادتایی را که به نام جهاد 14 سال به نام اسلام جهاد که امروز امی جنده سخی جان که در مزار بالا میشه خودش صدا میکنه که یک انانات بیادر 5000 ساله افغانستان است. تو انانات بودیسم آتش پرستی زردشتی رو تو داری در افغانستان تجلیل میکنی. دیگه دردای دل زیاد است استاد گرامی، همه قدر یک کمکش خدا خیر بده که مرا وقت دادی. دیگه براتان تبریک میگم، از خداوند براتان موفقیت میخوایم و الله کریم رحیم سپرده. سلامت باشین. تشکر از شما. من تشکر میکنم از عزیزانی که از طریق فیسبوک با من همراه بودن. یکی از دوستان نوشته که یه چیزی بگید که انصاری متوجه باشه که شما اینجایید. من میبینم تک تک کامنت های شما عزیزان، چون امشب الان تقریبا ما حدود 13-14 بیننده بیشتر نتونستیم بگیریم. من پیام های شما عزیزان رو میخونم، از عطاالله، از علی برادر عزیز، از وحید، عبیدالله گرچه فوش دادن، از وصال حق، از مسافر، از مولانا شمس الحق، از محمد نوری، از تک تک عزیزانی که از اسماعیل محمدی، از طیب، از همه این عزیزانی که احمد شیرزاد، نجیب و دیگر عزیزانی که پیام دادن، خلیل فیضی، ماجد ملایی و دیگر عزیزان تشکر میکنم. الله سبحانه و تعالی تک تک شما بزرگواران را حفظ بکنه و همچنین تشکر از همه عزیزانی که پشت خطهای تلفن موندن و ما نتونستیم صدای گرمشون رو بشنویم. و تشکر دارم از احمد جان عزیز کارگردان پرتلاش برنامه، از منیر برادر عزیز و از همه عزیزانی که در اتاق فرمان با ما همراه هستن، از مهندس استودیو. الله سبحانه و تعالی در میزان اعمال صالح شما قرار بده، تلاش و زحماتی که میکشید. و تا هفته دیگه و برنامه دیگه همه شما بزرگواران رو به پروردگار یکتا میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.